بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم اجمعین. دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با یک تحلیل و بررسی مناظره دیگه. در واقع عذر میخوام، بهتر بگم با تحلیل و بررسی اولین مناظره ما در این برنامه، در این سری برنامه ها که چند تا در واقع مطلب ضبط کردیم، چند تا مورد ضبط کردیم و این آخرین ضبط اون بود که قرار بود آخر سر در واقع چیز منتشر بشه. اما من این رو دوباره خودم الان ضبط کردم و در واقع دوباره تحلیل روش رفتم، چون اخیراً این ویدیو رو ما دیدیم در فضای مجازی، گفتیم که یه تحلیل هم روی این بریم که رفتیم، بعد گفتیم نه بهتره دوباره بریم و همین الان اینو پخشش کنیم، چون یه سری صحبت‌های شده که بسیار خنده‌دار و مضحکه متاسفانه. ببینید، قرار از این در واقع از این قراره که موضوع زمانی که اینها دارن صحبت میکنن مناظره رو، اول ما میخوایم ببینیم که شما نظرتون چیه. ما آیا بین صحبت‌های اینها صحبت کنیم، یعنی هر 5 دقیقه که میگذره یا هر موضوعی که میگن ما همون موقع بعد مطرح کردن موضوع طرف شیعه همونجا بیایم جوابشون رو بدیم و بگیم که آقا این جواب ها براشون موجوده، یا نه بذاریم مثلا 15 دقیقه رد بشه در واقع بعد بشینیم جوابشون رو بدیم. نظر شما چیه در این مورد؟ بی زحمت به ما جواب بدید. شبهاتی که اینجا وارد میکنه یکیش در مورد دیده شدن خداست که چند تا حدیث میخونه، در مورد اینکه آقای در واقع هاشمی هم یک حدیث در مورد هشام میخونه، بعد ایشون میگه که آقای خویی گفته کلا هشام اصلا کل احادیثی که در مورد ایشون در واقع وارد شده ضعیفه، در حالی که اصلا اینطور نیست و ما رد این رو خواهیم آورد. در این لایو که نیست، در این برنامه ما به شما ثابت میکنیم که اینها، ما که فقط یه سری احادیث داریم ما اهل سنت که در کتبمون اومده که گفته چی آقا، مثلا تو فلان کتاب که تو فلان کسک توی الغزاوه سفرا مثلا این کتاب نوشته، گفت فلان یه حدیثی هم آورده که آقا گفته خدا مثلا فلانه. شاید حالا اون حدیث صحیح باشه. اینو مردم عوام بدونید، حدیث صحیح یعنی قطعی الصدور نیست. متوجه؟ حدیث صحیح به معنای قطعی الصدور نیست. قطعی الصدور یعنی حدیث متواتر. حدیث صحیح یعنی اینکه رجالش درسته، یعنی این کسایی که اینو نقل کردن آدمای درستی بودن. همینو میشه گفت. اینکه این حرف مبارک از در واقع زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومده بیرون، این برای این باید دلیل قطعی الصدور باشه، چون این مسئله اعتقادیه، مسئله در واقع دیدن خداوند عزوجل و امثالهم و رؤیت و جسم و تشبیه. خب ما اول اینو مناظره رو، پس من برای اولین بار این وقتی دلیلش رو خوند، من استوب میکنم جوابشو میدم. سری بعد اگر نقد داشتید در کامنت برای ما بگید که در واقع نظرتون چیه. آیا ما ادامه بدیم، یعنی بذاریم اینا حرف بزنن بعد در واقع ما دلایل رو بگیم، در چه حالتی در واقع برنامه رو برگزار کنیم برای شما جذاب‌تره و بهتره و راحت‌تره. در واقع مهم برای ما راحتی شماست، مهم برای ما اینه که شما بهتر مطلب رو متوجه بشید، بهتر شبهاتی که دارن مطرح میکنن و ما داریم ردش میکنیم رو در واقع بگیرید و متوجه بشید. هدف ما اینه ولا غیر. امیدوارم که خداوند عزوجل به هممون توفیق هدایت و توفیق قدم برداشتن در راه حق رو بده ان شاء الله تعالی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، جناب آقای عقیل هاشمی در مناظره با یکی از ملحدین معروف یک حرفی زد که این محور مناظره ما هستش. ملحد ازش میپرسه آقای هاشمی آیا خداوند میشود در این دنیا ظهور پیدا کند و ما خدا رو ببینیم؟ جناب آقای هاشمی میگه نه اصلا نمیشه. کلیپش هم آماده است، خاصی برات پخش میکنم. این در حالی است آقای هاشمی وسط برنامه زنده بزرگترین مبنای اهل تسنن رو رد میکنه که رد کردن این مبنا طبق کتب اهل تسنن کفر است و حکم ارتداد طرف رو ثابت میکنه. آقای هاشمی میگه خدا را نمیتوان دید، در حالی که علمای اهل تسنن تصریح کردن رؤیت خدا هم در دنیا حتی
عقلا ممکن است و در آخرت قطعی است. بریم سراغ منابع اهل تسنن. بینندگان عزیز، کتاب شرح عقاید اهل سنت، این کتاب رو من از شهرهای سنی نشین خریدم. این کتاب متن درسی علمای اهل تسننه. در پیشگفتار تصریح میکنه به این قضیه که این کتاب متن درسی طلاب شافعی است و متن درسی تمامی حوزه‌های علمی است. کتاب نزد ما موجوده. من حالا به خاطر اینکه نمیشه از روی اسکن خدمتتون میکنم. کتاب شرح عقاید اهل سنت، این کتاب در همه حوزه‌های علمی تدریس میشه. برید حوزه‌های علمی داخل ایران، خارج ایران، ترکمن صحرا، هرمزگان، نمیدونم کرمانشاه، بلوچستان، برید خارج از ایران، عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس، همه جا این کتاب داره تدریس میشه. در این کتاب در صفحه 111 تصریح میکنه که آیا خداوند در دنیا با چشم سر دیده میشود؟ پاسخ: بنا به رأی جمهور مسلمانان دیدن خداوند در دنیا امری است که وقوع آن امکان دارد، اما اجماع و اتفاق مسلمانان بر این است که این امر عملا برای احدی غیر از پیامبر واقع نشده است. پس دقت کنید، ادعای اجماع میکنه. طبق مبانی اهل تسنن اجماع رو کسی رد کنه یعنی کافره. جناب آقای هاشمی در اون مناظره مخالف اجماع صحبت میکنه و طبق مبانی اهل تسنن کافره. سوال از جناب آقای هاشمی: یا شما خدا رو یا شما اهل تسنن رو داری تکفیر میکنی به خاطر اینکه دارن اعتقاد دارن که خدا دیده میشه، که البته بهتونم حق میدم، چون اگر که اهل تسنن اعتقاد به دیدن خدا در دنیا داشته باشن نتیجهش میشه کفر، نتیجهش میشه شرک. چرا؟ چون چیزی که دیده بشود یعنی مقدار داره و جسمه و خالق نیستش دیگه، میشه مخلوق و این میشه اعتقاد مشرکین مکه. و یا اینکه شما از طرف بر اساس مبانی اهل تسنن کافر هستید جناب آقای هاشمی. و البته من به شما هم حق میدم و شما میتونی دو تا گزینه جلو پات داری، یا کفر خودت رو بپذیری یا خودت رو فدای اهل تسنن کنی و اینجور صحبت ها. سوال اول: الان معلوم میشه کی خودشو قربانی کی میکنه و قربانی چی میکنه. شما اجماع رد کردید، گفتیم اجماع را کس رد کنه کافره. اما جناب آقای هاشمی تا اینجا ثابت شد خدای اهل تسنن، توجه کنید، هر چی دیده بشه جسم دیده میشود و هر چی دیده بشه جسم. خب بریم سراغ چند تا سوال من از جناب آقای هاشمی دارم. این سوال اول در این تایم پاسخ بدید. تیتروار جناب آقای هاشمی برای شما من میخونم که حالا خدای اهل تسنن که ثابت شد جسمه چه خصوصیاتی داره، چه تعاریفی شده. حتما بشینید، مخصوصا کودکانتون رو بشینید پای برنامه‌شون، خیلی مطالب جالبی رو میشنوید. یک، هر کدوم آقای هاشمی میگی نیست بگو برای سندش رو بیارم. یک، خدای اهل تسنن تغییر چهره میدهد و این یعنی شباهتش به احسان. روایت بخاریه که خداوند یتحول. توجه کنید به این یتحول، در واقع به این که آقا تغییر میکنه توجه کنید، یادتون باشه اینو. چهرهش اکثر تغییر پیدا میکنه، مثل کارتون میو میو بودش که یک زمانی تغییر چهره میداد. دو، خدای اهل تسنن نگاه کن آقا، الو ادب داشته باش. اگر شروع کردی به فحاشی فرهنگ خامنه اینجا به نمایش گذاشتی، حقت کف دستت میگذاره. ما مطالبت رو بدون میاو میاو، بدون اون با مسخره بازیای، یه لحظه، بدون مسخره بازیای اتاق خواب آخوندا اینجا نذار. تایمت صبح زده شده باشه. فقط حواست باشه ادب. اگر بی ادبی و بی تربیتی را انداختی، حقت را چنان کف دستت میگذارم که کل ایل عشیرت به گری بیفتن. مطالب ادامه بده. نیاز به عصبانی شدن نیست. نه عصبانی برای اینکه تربیت آخوندید به نمایش نگذاری. بله عصبانی وقتی انسان یه نفر فحش داد، اگر عصبانی نشه غیرتی نمونده. پس اینو حقت کف دستت گذاشتم تا متوجه تربیت آخوندی خودت هر کجا میخوای انجام بده. اینجا خیر، مؤسسه مقدسه کلمه است. ادامه بده. یک بار دیگه بپری آقای هاشمی تو حرفم کلامو قطع کنم و مناظره تمام. پس میو 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 موش گربه بازی اینجا راه ننداز. با جناح بازی برای بعد اینجا میو میو راه نمیندازی. اگر دیگه تکرار کردی باز هم حقت سر کف دستت میذارم. سوال دوم: ادبی رو کسی میکنه که توهین به مادر امام عصر میکنه جناب آقای هاشمی. و یک بار دیگه اگر بپری تو حرف من نقض مناظره اینو درست میدونم تمام میکنم. اگر میو میو به گربه موش بازی در آوردی، موش گربه بازی در آوردی، بازم نه جسارت، کوچکترین جسارتی بکنه اون مرتد اهل سنت نیست و ما این رو رد میکنیم و این اصلا جزء اصول و منش ما نیست و ما اینو قبول نداریم. اینو خواستم بگم و بدونید. این مورد حتی این رفتاری که الان آقای در هاشمی نشون دادم، اینا مرتد اهل سنت نیست. اصلا ما اهل سنت
انحصار پیدا میکنن در به قول علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه در اعتقاد ماتوریدی و اشعری. و سلام نامه تمام. بیرون پرتت میکنم، یادت باشه. سوال دوم. خب سومین صفت خدای اهل تسنن، باز من میگم، باز جناب آقای هاشمی نگه که داری توهین میکنی، روایت کتب خودتونه، اگر که ناراحت میشی کتبتو بریز تو دریا، اینجا روایت همه جلو دست منه. خدای اهل تسنن، خیلی عذرخواهی میکنم با کمال عذرخواهی و احترام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، مبانی کتب اهل تسنن ها، من هیچ توهینی نمیکنم. خدای اهل تسنن باسن بزرگی دارد به حدی که وقتی میشینه روی صندلی 4 انگشت اضافه میاد. باور بفرمایید حرف من نیست، اگر خواست سنداش همه رو واسش میاد. و خدای اهل تسنن سوار بر حیوانات میشه. و جناب آقای هاشمی 2 تا سوال از شما در این تایم دارم. دوستان توجه بفرمایید به اینجا. میگه که خدای اهل سنت در مورد نعوذ بالله من ذالک خاک بر هم، در مورد اینکه خداوند عزوجل باسنش مثلا 4 انگشت بزرگتره فلان، اینا رو آقای باسواد، شمایی که خودت مجری میدونی، اونایی که ایشون رو مجری گذاشتی، نمیدونم شما یا خودتون با سواد علمی، سواد حوزوی ندارید، نمیدونم والا جریان چیه. این اصلا مگه شما ممکنه یه کسی رو مجری بذارید و ندونه داره چی داره حرف میزنه؟ آقا برای اثبات مسائل اعتقادی به دلیل قطعی الصدور نیازه. عوام فریبی که نمیخواید بکنید که، همه که در واقع حوزویان بالاخره اینو میبینن. درسته ما حوزوی حرف نزدیم خیلی وقته، میگیم آقا 2 تا در واقع بنده خدا عقده‌ای در جمع شدن دور هم دیگه دارن یه چیزی حرف میزنن، اما دیگه دارن زیاده روی میکنن. واقعا میگیم آقا ما فوقش در واقع مهمش این حضرت آقاست که در واقع حضرت آقا داره رسما اینا رو رد میکنه و اینا رو اصلا آدم حساب میکنه، اینا رو فوقش جاسوس در واقع انگلیسی میدونه، یا اگر میگه اگه جاسوس هم نباشن میگه که اینها در واقع در زمین اونها دارن بازی میکنن. میگه از این 2 حالت خارج نیست. اگر بدونن و این کارو بکنن چون اون که حکمش مشخصه، و اگر ندونن و این کارو بکنن غافلن و دارن در زمین اونها بازی میکنن. تموم شد رفت. من به کسی در الان نمیون بگن شکایت کنم بگن آقا این به ما حکم جسارت در واقع تهمت جاسوسی زد. نه آقا من به کسی تهمت جاسوسی نزدم، گفتم حضرت آقا این رو فرمودن، ویدیوش موجوده. گفت کسایی که این کارو میکنن پولشون درآمدش در واقع هزینهشون از خزانداری ملکه سید ملکه چی بود این آخری گربه خوش شد چی شد اینجا همون گوش بدیم ادامه رو. خب اینا رو گوش بدید ها، میخوام گوش بدید چون هر چی که میگه است در کتاب‌های خودشون هست. آقا تو چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. ببین در دین و مسلک خودت چه آمده. اگر در احادیث ما این اومده، شما یک عالم بیار بگو که آقا گفته باشه این عالم اهل سنت گفته که خداوند عزوجل دست داره، پا داره، چشم داره، عین انسان فلان. چیزی نیست، احادیثی وارد شده اونم تأویل داره. اما در علمای شما دوستان توجه کنید، در آخر برنامه ما برای شما میاریم علمای اینها دارن که علمای خودشون، یعنی علمای ما نه، علمای خود اهل تشیع تصریح کردن، گفتن آقا این بابا، یعنی این بابا، این افراد، این قوم، این شهر، این اشخاص مثلا 1 نفر 2 نفر نیست که کلی آدمن. میگه اینا همشون مشبه بودن، همشون قائل بودن که خداوند عزوجل جسمه. متوجه این هستید دوستان؟ و میگه چی؟ و میگه اگر کسی بگه خداوند جسمه لازم نمیاد اون شخص در واقع تکفیر بشه. در آخر برنامه براتون میخونم اینو، خوب توجه کنید. ادامه بدم. 1 بفرمایید آیا شما طبق مبانی اهل تسنن کافر من وسطش میام دوستان هستید یا اهل سنت رو تکفیر میکنید چون قائل به جسمانیت خدا هستن و نتیجهش میشه کفر؟ یعنی حقم میدم بهتون اگر که بگید که این نیست، چون که اگر اهل سنت میگن خدا جسمه و هر چی جسم باشه یعنی مقدار داره و طبیعتا این مخلوقه. آقای هاشمی جلو من نشسته، حتما یک جسمی من میبینمش، وقتی میگن دیده میشه یعنی مقدار داره. و سوال دوم، تفاوت توحید شما با توحید مشرکین مکه چیست؟ اونها میگن بت، شما میگید خدای. تفاوت خدای ما با خدای اونها رو خواهم گفت. تمام شد. الو وقت تمام شد. الو وقت تمام شد. خب ما ابتداء این کلیپ رو پخش کنید قبل از اینکه صحبتم شروع بشه. این کلیپ رو پخش کنید لطفاً. این کلیپ رو پخش کنید تا فرمان تا از وقت استفاده کنیم.
خب با هم میبینیم این کلیپ رو. که معلوم است دیگه لا فرق بینهم لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادو. خدا میدونه چه اشتراکاتی با مبدأ اعلا دارن، هیچی ندارد اشتراک امتیاز الا انهم عبادک بدها و عودها منک و عودها الیک اعضاد و اشهاد و آینه او شده به طوری که مثل یه آینه ای که انسان اینجوریه، تمام نمای وجود حضرت حق. ما معتقدیم 14 معصوم اینجوری هست، یعنی خدا نور خودش رو، وجودش رو در اینها تابونده. شما بلا تشبیه وارد اون جایی که خدا هم معصومی هستن بشی، اشتباه بکنی، خیال بکنی اینور اصل اینور فرعه، این اصل یا این فرعه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. فرق بین تو و بین این ارکان عبادت یعنی 14 معصوم نیست. لا فرق بینک و بینها و بینهم الا انهم عبادک. یک کلمه به این مختصری تمام مطالب توش هست. لا فرق الا انهم عبادک. بله متشکرم. این فرقی بین خدا و بندگان وجود نداره. خمینی در کتاب خودش آورده که خداوند حضرت آدم را بر چهره خودش خلق کرد. این یه دیدگاه روایت نیست و این در مورد خمینی. و همچنین مرتضی میگه که قمی‌ها همه مشبه هستن به غیر استثناء. این بحثی که لازم هست. بعض قواعد تشبیه من ازشون پرسیدم جواب ندادن. الان ملاحظه فرمایید قواعد تشبیه، چه تشبیه مباح هست، آیا همه تشبیه حرام هست یا تشبیه وجود داره که مباح باشه. بحثی که ایشون مطرح کردن گفتن اجماع اهل سنت هست که خداوند در دنیا دیده میشه. این اجماع ما کتب اجماع داریم دیگه، منذری هست و غیر ذالک هست. این اجماع کجا نقل شده؟ یک منبع، سوال اول من، یک منبع که این اجماع رو نقل که منبع معتبر، نه که کتاب نمیدونم دبستانی نمیدونم کتاب کجا گفت به زبان فارسی برای ما بخونه، منابع نقل اجماع مشخص هست. بحث این که گفته خدا تغییر چهره میدهد، این متن عربیش رو با سندش برای ما بخونه. تغییر چهره پروردگار، ایشون گفته تعبیری به کار برد که من حقیقتا روم نمیشه و این تعبیر هم در کتب اهل سنت با اون لفظ رکیک و زننده‌ای که پیش آورد من نمیخوام نقل کنم. اولا حدیثی ذکر شده که بله الله سبحانه و تعالی مقایسی میشه الله با کرسی. این حدیث ضعیف از علمای اهل سنت اینو تضعیف کردن. اما گفته سوار بر حیوانات هستن. در کتب شیعه اومده که خود الله سبحانه و تعالی روز عرفه سوار بر شتر میشه، رانش بی اون میخوره و این بحث حضور پروردگار، نزول پروردگار در شبها و غیر ذالک وجود اومده. اما من دوست دارم این سوال رو در وقت خودم ازش بپرسم، امیدوارم جواب من رو بده. آقا این قواعد تشبیه مباح و تشبیه حرام ذکر میکنی در وقت من؟ وقتتون رو تمام کنید بعد من صحبت میکنم. نه وقتم نمیخوام، میخوام الان در وقت من یک دقیقه من میخوام این سوال بگی من جواب نمیدم، اشکال نداره بگو من جواب نمیدم. قواعد تشبیه رو ذکر کن، تشبیه مباح و حرام. من وقت خودم نمیخوام بگو من جواب نمیدم. آقا وقت خود من اشکال نداره. پس بینندگان عزیز من ازشون پرسیدم جواب من را بده. جواب سوال هایی که پرسید من تک تک سوالاشو جواب دادم. اما میخوام بینندگان عزیز و جوانان شیعه، شمایی که دلتون به اینها خوش کردید، میگه من در وقت قبل از مناظره گفت آقا من این جواب نمیدم، بریم سراغ مناظره. گفتم ما قواعد هست باشه جواب نه. الان در وقت خود من هست میگم آقا اون قواعد تشبیه مباح و تشبیه حرام رو ذکر کن تا آخر مناظره. یادتون باشه بینندگان عزیز این رو باش ادامه خواهم داد، اینو یادداشت کنید. قواعد تشبیه مباح و حرام. میخوام بدونید که چقدر شما دلتون به چه کسانی خوش کردید. دقت فرمودید. حالا میریم سراغ بحث نزول پروردگار در کتب شیعه، بحث تردد پروردگار که در واقع پیش میاد، بحث پروردگار بین آسمان ها و زمین که در کتب شیعه اومده، بحث که این که خداوند جسم است، هشام ابن حکم و هشام سالم جوالیقی که البته یه حکم تکفیری هم برای ارائه ندادن. بعد از اون طرف آیا مشبهه کافر هستن؟ قمی‌ها خود مرتضی شریف میگه که قمی‌ها همشون مشبهه هستن. این مجموعه سوال است. اما سوال مهم من بینندگان عزیز یادداشت کنید، قواعد تشبیه مباح
و حرام رو برای ما ذکر بکنن تا آخر برنامه. این حال عهد باید ببندن دیگه. نه بفرمایید. بسیار خب جناب آقای هاشمی، مثل اینکه کتب خودشون رو مطالعه نکردن. خب کلیپی رو پخش کردن از جناب آقای بهجت که چقدر خوب آدم قبل از این که بینندگان بیاد مناظره کنه کتاب خودش یک نگاهی بکنه بالاخره ها، فکر نکنم چیز بدی باشه. جناب آقای هاشمی، حالا شما که نمیخونی کتبشو، بذار من بهت بگم. بریم سراغ امام وهابیت و سلفیت، کسی که الان پدر معنوی جناب آقای هاشمی، یعنی جناب آقای ابن تیمیه حرانی، بهش میگن شیخ الاسلام. آقا یکی به این بنده خدا بگه الان میگه میخواد بگه که ابن تیمیه حرانی پدر وهابیت. آقا پروفسور، بین وهابیت و ابن تیمیه نزدیک چند صد سال فاصله است. حال شما خوب است؟ شما چی میفرمایید؟ بعد اصلا وهابیت رو دارید با ابن تیمیه مقایسه میکنید با حضرت شیخ ابن تیمیه رحمه الله. ایشون مثلا یه چیز دیگه است. ایشون توسل رو قبول داره. ایشون خیلی چیزا رو قبول داره. شما حالتون المهم بعدم هر جا کمیارن سری دست پیشو میگیرن. توجه کنید این بابا، این در واقع اصلا از لحاظ علمی صفر، کلا صفر. به عبارت داخل کتاب ابن حزم میگه که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که در واقع فتوا داده که زنای در واقع نکاح با محارم و ازدواج با محارم خواهر برادر چیز نداره، مجازات نداره، اشکال نداره. مجازات نداره؟ نه اشکال نداره. نه اشکال نداره، نه جایزه. ویدیوش موجوده تو پیجش. میاد باز میکنه میگه اینا گفته اینجا ابن حزم از ابو حنیفه نقل میکنه، میگه که آقا ابو حنیفه گفته که جایزه ازدواج کردن با خواهر برادر، با خواهر مادر. سطح سواد من شک کردم به چیزی که قبلا خوندم، رفتم دوباره نگاه کردم، گفتم خدایا مگه میشه یه نفر دستی همچین کسی بیاد برنامه تلویزیونی بده؟ مگه داریم؟ بودجه مملکت رو از کجا گیر آوردیم میدید دست اینا؟ حالا اگر از بودجه نباشه کسی داره خصوصی میده، برادر کسی که داره میدی بدون جریان اینه. اونجا میگه حد بر اون جاری نمیشه، در واقع حد زنا به اون جاری نمیشه. خب اگر حد رو مشخص نکنه، علمای خودشون میگن که حتما باید جرم بیشتر باشه که حد رو مشخص نکرده، یعنی حد زنا گفته برش جاری نمیشه، یعنی حکمش مرگه همچین چیزی. خدا بهتون شبای عاجل بده. حالا بریم ادامه رو. اسلام امام السلف آخر رو داشته باشید، آخر قرار تک تک اینا رو جواب. دقیقا همین مطلبی که جناب آقای بهجت گفتن رو در کتابش ذکر کرده. بریم ببینیم، فکر می‌کنم جالب باشه دیگه. بالاخره کسی که خودش شیشه‌ای به خونه دیگران که سنگ نمیزنه. کتاب مجموع الفتاوا جلد 4 صفحه 377 میاد چی میگه؟ میگه وقد جاء فی الاثر یا عبدی انا اقول للشیء کن فیکون. کسی که خونه شیشه‌ایه به خونه مردم سنگ نمیزنه. این خیلی حرف قشنگه. خیلی شما که خونت از تار عنکبوته چرا به خونه مردم که شیشه یه سنگ میزنی ها؟ شما که تار عنکبوته که قربون شکلت، شما چرا سنگ میزنی؟ حتی بالای شیشه از اون تار عنکبوتی. خداوند عزوجل مثال میزنه برای عجزیت. تار عنکبوت، شما تار عنکبوتی بابا. خداوند شفای عاجل بده. چرا قاشای وای نشسته داره مناظره میکنه؟ واقعا چرا؟ انی اجعلک تقول للشیء کن فیکون یا عبدی انا حی الذی لا یموت اطعنی اجعلک حیا لا یموت. بنده من رو اطاعت کن، تو را زنده ای میدارم که نمیمیری. و در ادامه یعنی اصلا زنده لا یموت میشی. اگر که خدا رو عبادت کنی همه چی خدا میشی، دست خدا میشی، چشم خدا میشی. این روایت رو تو صحیح مسلم دارن، در حدیث قرب نوافل هم به همین دلالت میکنه.
پس اون آقای هاشمی این حرف آقای بهجت نیست، حرف ابن تیمیه حرانی عالم شماست. بهتر بود بری قبلا کتاب خودش رو بخونی که بعد اینجوری. ببین برادر بزرگوار، خدا پس دست و چشمم داره دیگه از نظر شماها، یا اینکه خدا میاد دست این شخص میشه، پای این در واقع چشم این شخص میشه از اگر دوست خدا باشه، یا اینکه این شخص پا و دست و چشم خدا میشه. این اون جریان چیز شده، آیه با شعر رو گفتی، آیه بعد گفتی آقا نه من منظورم این چیز دیگه بود، منظورم در واقع استغفرالله. برید حالا چی میگه، دستتون توی مناظره رو نشه. بعد جناب آقای هاشمی نقل‌های اجماع رو بخونید. شما دارید کتاب درسی اهل در تسنن خصوص این مطلب، این کتابی که دستش اینا اینجاست، البته این نسخه دیگه‌ش، این نسخه دیگه‌ش شرح عقاید النسفی در واقع که ترجمه فارسی همون عقاید اهل سنت. در این کتاب میگه که همونطور که میگه خدا رو میشه در واقع دید، احتمالش وجود داره که بشه دید، همونطوری هم میگه ای شما که حالا از این استنباط میکنی میگی آقا معنیش اینه که خدا رو اگه بشه با چشم سر دید پس یعنی خدا جسم دیگه، پس یعنی شما میگی جسم دیگه. نه اینطور نیست برادر. داخل همین کتاب باز هم میاد میگه که ان الله عز وجل در واقع میگه لیس بجسمین، لیس بجوهرین، لیس در واقع بکیفیت الخاص، در واقع خیلی عبارات میاره، لیس بجسمین. این عبارت من میدونم، این عبارت دقیق صراحتا میدونم که میگه خداوند عزوجل جسم نیست. خیلی چیزای دیگر هم پشت بندش میاره، حالا من در ادامه براتون اینو نشون میدم، شما حالا بشنوید اینو. و در مورد این مسئله‌ای که گفت آقا خدا میگه من چشمت میشم فلان، یعنی این گفته که من در واقع چشم خدا میشه پایت خدا میشه، ایشون میگه. من البته اینو نمیگم، من میگم که خدا چشم این میشه. یعنی ثبات خوب چیزیه. بعد این کرامت یا معجزه است دوست من. ان المعجزات الانبیاء والكرامات الاولیاء لا تنقطع بموتهم. معجزات انبیا و کرامات اولیا با مرگ اونها از بین نمیره، یعنی با بعد از مرگشون هم باقیه. حالا کرامت به چی میگن؟ کرامت امر خالق للعاده بلا داعی النبوه. معجزه فقط این همین امر خارق للعاده همراه با ادعای نبوت. اگه با ادعای نبوت باشه میشه معجزه، اگه بلا ادعای نبوت باشه میشه کرامت. خب داده شدید؟ کرامتا حضرت عیسی اومده مرده رو زنده کرده، میخوای بهش بگی یوحیونید؟ جان داده به یک شی، گفته ده پشت بندش هم خدا میگه به اذن الله. به این معجزه است دیگه. چی میگی برادر؟ حالتون خوبه؟ شما کسایی دارید که حضرت علی میگه انا فرع من فروع الربوبیه، نعوذ بالله من ذلك. این چه حرفی آخه داخل کتاباتون اومده؟ من در آخر سر براتون میارم دوستان بشنوید. حضرت در کتاب اینا حضرت علی میگه من فرعی هستم از فروع ربوبیت، یعنی صراحتا این کفر آشکاره که معاذ الله حضرت در واقع علی کرم الله وجهه در واقع همچین حرفی بزده باشه، نسبت بدن الکی بهش. متاسفانه مشبه خود شمایید، بزرگان شما بودن در قدیم. منظورم شیرازی هاست، نه برادر نحل تشیعی من، منظورم شیرازیان، کسایی که به اهل سنت جسارت میکنن، نه پیروان مقلدان حضرت آقا حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای، امامین انقلاب. خدا بهشون عمر طولانی بده، سایه‌شون از بالای کشور در واقع کم نکنه. ایشون ما با اینا کاری نداریم، اینا برادرای ما، 20 سال کنارشون دارم زندگی می‌کنم، پای خودمون حسینی است یک بارم نشینم اما جسارت کنم. اما امثال این نخلا پیدا میشن. منظورم ایشون نیست کسی نمیاد بگه شما به این گفتین خود، نه، منظورم امثال یه سری‌ها که میان فحاشی میکنن. حالا هر کسی فحاشی، من انداختم وسط، هر کسی فحاشی میکنه با خودش بگیره، با ترکی باشه،
هر کی میخواد باشه، هر کی به صحابه کرام و ام المؤمنین آنچه فحاشی کنه، منظورم همون شخصه. گوش بدیم. مسخره میکنید. الان فردا علمای اهل تسنن چی به شما میگن از این مناظره بیاید بیرون؟ آخه زشته بابا، یک کم برای بینندگانتون ارزش قائل باشید. من نمیدونم تو حوزه علمی اهل تسنن چی به شما تدریس میکنن که کتاب اعتقادیتون رو دارید رد میکنید. بسیار خوب. یعنی حوزه علمی اهل تسنن به اندازه شما نمیدونست که این اجماع نیست و این را آورد؟ حتما یک چیزی میدونسته که آورده. میگم مبحث درسی طلاب شافعیه. اما نکته دیگه، گفتید خدا در کتب شیعه سوار بر شتر می شود. یک، آقای هاشمی در تایم خودتون روایت رو بیارید با سند صحیح، تصحیح سندیش کنید و کامل بخونید. من منتظر این هستم آقای هاشمی سوال اول در تایم خودش جواب بدهد. یک سند صحیح آقای هاشمی از همین در کتب شیعه برای من بیار. بعد گفتید که هشامین قائل به تکذیب بودن در میان شیعیان. خب جناب آقای هاشمی باز میخوای جوابت از ابن تیمیه بدم؟ آخه زشته، من میخوام آبروت حفظ بشه، شما نمیخوای این اتفاق بیفته. بینندگان عزیز و ارجمند، بریم سراغ ابن تیمیه ببینید ابن تیمیه در این باره چی گفته. بسیار خوب. جناب آقای ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج از سنت نبویه تصریح میکنه که بینندگان اصلا این معنایی که هشامین گفتن معناش یعنی جسم، یعنی شیء قائم به ذات. خب یعنی که شیء قائم به ذات. بذارید من این سند رو براتون بیارم از خود ابن تیمیه حرانی که مثلا میزانش مقابلش میکنم با ابن تیمیه خودش جوابشو بده. کتاب منهاج از سنت نبویه، تحقیق جناب دکتر رشاد سالم، جلد 211 و صفحه 211 و 213. میگه آقا بحث جسم چی بود؟ میگه در اون زمان هر کس از اقوالی که راجع معنای جسم بود متفاوت بود. در نظر هشام ابن حکم و هشام ابن سالم جسم یعنی موجود قائم به ذات، یعنی الله الصمد رو اینا میگفتن جسم. و ابن تیمیه میگه معنای درست هم همینه، اینا اشتباه نکردن. چی میگه؟ میگه اریده بهی انه موجود او قائم به نفسه کما یذکر عن هشام، یعنی که هشام ابن حکم با معنای جسم رو قائم به ذات میدونست. بعد در صفحه بعدی چی میگه بینندگان؟ خیلی جالبه. میگه هذه معان صحیحه، این معنای صحیح است و معناش ابن تیمیه قبول داره. ولی آقای هاشمی میگه نه. خب شما آقای هاشمی میتونید یک مذهب جدید درست کنید. و نکته دیگه، اون روایت سید مرتضی گفتی اهل قم مشبهه بودن رو کامل بیا بخون و تا آخر مناظره بهت فرصت میدم تا روز قیامت یک سند صحیح بیار که خدای شیعه، سند صحیح، تصحیح سندی کن، همونجوری که من دارم از معتبرات استفاده میکنم. یک سند صحیح بیار که خدای شیعه میاد و بحث شتر سواری میکنه. این سندش رو صحیح بفرمایید، تایم برای شما. بعد فرمودید که این سند بخاری رو واسه ما بیار. چشم، به روی چشم جناب آقای هاشمی. خب بخاری در کتابش نه متن رو بخون. متن رو بخون، متن عربیش. سلام برات من میارم بس. بسیار خوب، این رو بیارم. خب وقتتون تمام شد، شما متنتون رو آماده کنید برای فرصتی که نوبتتون رسید تا شما بخواید پیدا کنید. آره وقت این متن رو داشته با متن رو هر وقت شد متن آماده کن. خب جالب اینجاست، بسیار خوب. ایشون میگه که هشام ابن حکم منظورش از جسمیتی بود که ابن تیمیه گفته خیلی خوبه. پس چرا امام عصر میاد تبری میگه، امام عصر میاد در واقع توبیخ میکنه این عمل رو؟ پس اگر چیز خوبی، پس امام زمان منظورم هست، امام وقتش، امام نه امام زمان مهدی باشه، امامی که وجود داشت. در واقع میگه نه خیر، خداوند لیس ما قاله الهشامان. پس اگر عمل درستی بود، حرف درستی بود، پس امام خیلی بد میشه که دیگه اومدید ابرو درست کنید چشم کور کردید. بعض دیگری که پیش اومد گفت که آقا من که گفتم در کتب شیعه اومده، شما پس بفرمایید که در کتب شیعه که اومده این برای به عنوان مثال اگر تصویر نمایش بدید، به عنوان مثال با هم ببینیم. میگه که زید ابن اصول 6 میگه زید عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابو عبد الله يقول ان الله ينزل في يوم عرفه في اول الزوال الى الارض على جمل افرق يصال بفخذيه اهل عرفات يمينا وشمالا ولا يزال كذلك.
میگه آقا در واقع به این صورت خداوند بر یک شتوری سوار میشه و ران خداوند علی اعوذ بالله به اهل عرفات برخورد میکنه که اصول 16 آورده. بگید آقا جان اصول 16 صحیح و ضعیف تشخیص نمیداد، مثل علمای شیعه و علمای شیعه به این صورت نمیدونستن که این صحیح و ضعیفه و علمای شیعه رو تصحیح تضعیف نکردن. این از این. و بحث هشام هم خدمتتون عرض کردم. پس هشام اگر قول هشام درسته، پس امامی که توبیخ کرده امام کار اشتباهی انجام داده. اما سوال دیگری که بحث دیگری که مطرح کردن، گفتم اجماع، ما مصادر اجماع داریم. بینندگان عزیز، من وقتی میگم با افراد بی سواد، چقدر سخته با افراد بی سواد بحث کردن. مصادر اجماع شناخته شده است. مصادر اجماع در مجلات نیست، در روزنامه نیست، در کتب درسی فارسی و کتب درسی شافعیه، کتب درسی حنفیه، کتب اینها نیست. مصادر اجماع شناخته شده است. خب نداری چیکار کنم؟ این که ندارید. به هر صورت سوالایی که پرسیدم هیچ کدوم که جواب ندادید، وقتم نداشتی که گویا جواب بدید. اما قاعده ملت عزیز و بینندگان عزیز، من پرسیدم با چه قواعدی میشه تشخیص داد یک تشبیه حلال مباح، یک تشبیه حرامه؟ جواب من رو نمیتونم، وقت نداره. به نظرم این میشه روش فکر کرد که به نظر من ایشون وقت نداره. پس بحث سوار بر شتر شدنم که من خدمتتون ارائه دادم. خمینی هم میگه، جالب اینجاست، خود خمینی میگه که خداوند انسان رو بر چهره خودش خلق کرد. این دیدگاه خود خمینیه. چه کارش کنیم الان؟ جمعش کنید؟ نه، خمینی مگه میتونه خمینی اشتباه کنه؟ خیلی بد. اگر اینو بگید خمینی اشتباه کرد، داغون میشید. اگر بگی خمینی درست گفته، خب تجسیم شد دیگه، تجسیم شاه خودم داره. بعض قول مرتضی گفتید که کجا اومده مرتضی مشبهه رو، قمی ها رو مشبهه میداند؟ باشه، چشم، اینا از شما وقتی دلیل، ببین وقتی سوال میپرسن به این صورت شما جواب میشنوید، این خیلی به دردتون میخوره. این روش یاد بگیرید برای جواب دادن مسائلی که پرسیدی میشه. خب من میرم این رو نمایش بدم تا خدمت ایشون دیده بشه. پس ملاحظه فرمودید مصادر اجماع میگه کتب چی؟ میگه که کتب ترجمه شده. تصویر نمایش بدید با هم ببینیم بحث هشامان ببینیم چی گفتن در کتاب رجال نجاشی، کتاب شیعه رجال نجاشی، با هم میبینیم. بسیار ممنون. ملاحظه بفرمایید. ذکر میکنه که ایشون بله، خب و کان ثقة فی روایات و جوالقی، بحث تایید ایشون ذکر میشه. و میریم یک لحظه اجازه بدید من بحث، اگر تا خانه اجازه بدید یک لحظه من این رو ارائه بدم، بحث صدوق. خب خب 30 ثانیه دیگه. خب بحث صدوق، بله، صفحه 660. این صفحه 660 از این اگر اتاق فرمان نمایش بدید ممنون میشم، با هم ببینیم. 660 بله، تصویر نمایش بدید. رسائل شریف المرتضی در این لحظات باقی مانده خدمتشون ارائه بدیم که ایشون میاد و ذکر میکنه. 10 ثانیه ببینید، میگه که و شما 10 ثانیه، من وقت اینو ارائه میدم، شما میتونید وقت اضافه بگیرید. و ان القمیین كلهم من غیر استثناء لا احد منهم الا ابا جعفر بن بویه بالامس كانوا مشبهه مجبره. دقت کردید؟ و در این باره البته روایات زیاد وجود داره که بحث قمی ها رو به عنوان مشبهه میگه که بعد از اون فلیت شعری ان روایت ذکر میکنه فی اصل و فرع واقف و غال او قمی مشبهه مجبر و اختبار بیننا بین ما تفتیش. خب سوال من هنوز پاسخ نشنیدیم. قواعد تشبیه مباح و حرام چیست؟ بفرمایید. بسیار خوب جناب آقای هاشمی، بینندگان عزیز شاهد بودید که من این همه برای سند مطرح کردم، هیچ کدوم رو پاسخ نداد. این رو حواستون باشه. و پاسخ نداد اهل سنت رو تکفیر میکنه یا مطلق کافر میشه و اینها وارد میشه. بسیار خوب جناب آقای هاشمی، بحث هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، میگه آقا اگر که این اینجوری بود چرا امام هشام رو رد کرد؟ خب آقای هاشمی من میگم بهتر مطالعه کنه، بیاد قبلش مناظره. علمای رجال شیعه تمامی روایاتی که مبنی بر
ضم هشام ابن حکم هست رو ضعیف میدونن، در سندش افراد جائل و دروغگو و ضعیف هستن. به عنوان مثال خب من یه قاعده کلی میدم برای همه، میتونید تک تک برید سندها رو بررسی کنید. جناب آیت الله العظمی خویی مرجع اعلای شیعه در کتاب، من کتابش هم آوردم آبینندگان، من میدونستم این چی میخواد بگه، کتاب معجم رجال الحدیث جناب آقای خویی، قشنگ در تصویر ببینید، من کتاب آوردم متنم جلومه، در جلد 20 صفحه 320 حدیث ششم و دیگر احادیث چی میگه؟ میگه اقولو، من آقای خویی که کتاب رجالی دارم و رجالیم میگویم ان هذه الروایات به اجمعها ضعیفه، این روایات. اگر من این رو اینجا جواب ندم اینجا گلوم میمونه دوستان، اینجا میمونه، مجبورم جواب بدم، باید اینو جواب بدم. الکی داره یه چیزی میگه، بزرگتر از خویی گفته آقا این درست نیست این مطلب، و هشام کلا در واقع این اعتقاد رو داشته. خب دوستان ببینید، اینجا چی میگه، در چه کتابیه توجه کنید، در کتاب جناب آقای شیخ مفید، کتاب اعتقادیه شیخ مفید، در صفحه بحث در مورد چی و قول هشام به تقسیم لفظی. درسته دوستان، توجه کنید تا اینجا. خب اینجا میگه که آقا در مورد اینکه آقا به هشام گفتن، آقا در واقع گفتن که هشام این کارو نکرده یا اینکه اینو از معتزله گرفته، این حرفا رو میذاره تا میاد پایین یه جواب میده. اینجا در صفحه 79 میگه آقا قادره و ان راجع، میگه که در واقع گفتن که آقا رجوع کرده از قولش، ان هذه القول در واقع این اضافات کس دیگه ایه، عن هذه القول بعد ذلك وقد اختلفت الحكايات عنه ولم يصح. میگه صحیح نیست، میگه این انه راجع، میگه این که میگن رجعت کرد از قولش این صحیح نیست. تمام شد رفت و سلام، نامه تمام. اینا ببینید، ولم يصحوا شي لم يصحوا ولم يصحوا إن أنه راجع، أنه راجع، يا أنه راجع لم يصح، این اصلا صحیح نیست. إلا ما ذکرت، إلا آنچه که من دارم ذکر میکنم. و اما الرد على هشام و قول بنفی التشبیه هو اکثر من، که در ادامه در واقع میگه آقا چرا من میگم این درست نیست، دلایلی که هشام در واقع قائل به این رو میاره. تموم شد رفت. اینم خویی کجا، مفید کجا؟ مفید ستون و پایه دین شیعه است. وقتی این البته میدونم خویی که جزو علمای معاصر شماست، مفید جزو متقدمین شماست، جزو اصلی ترین در واقع ستون ها و پایه های شیعه است که اون زمان همچین حرفایی میزدن در موردشان برای ماسمالی این جریان، چون نمیدونستن چی کار کنن. این هشام اینو که اومدن اینقدر در واقع از یه طرف گنده چیزهای در واقع
نقل کردن از علی عذب چه کردن رحمه الله اجمعین، از امام جعفر صادق رحمت الله علیه، از ایشون و از خیلی از ائمه دیگه نقل کردن، گفتن آقا آره هشام دوست ماست، یار ماست، کمک کننده ماست، فلان ماست، اینا رو گفتن. حالا اینجا که رسید موندن چیکار کنن، خواستم آسماری کنن، اینجا شیخ مفید زد همه چیو ترکون. این موند تو تاریخ تا همین الان. خویی بخواد رد کنه، هر کی میخواد، ایشون میگه خویی به عنوان یک در واقع رجال شناس و کسی که در علم رجال این کتاب نوشته این رو رد کرده. خویی کجا، مفید کجا، تموم شد. هشامین جو کسایی که امامهای شما اون شخص رو قبول داشتن، دوست داشتن، محبت داشتن، هم قائل بر تجسیم بودن. توجه هستید؟ شما بهتر میفهمی یا مفید؟ من میگم مفید بهتر از خویی میفهمه چون متقدمین شماست. و اما مگه فقط ایشونه؟ خیلی از کسای دیگه هم هستن که مرتضی میگم ناظر چیز، خیلی از علمای شما دیگه هم هستن که در قائل به این مسئله هستن. همین آقای خویی میدونید چی میگه؟ ببینید گفته آقای خویی دوستان در کتاب فی شرح حروة الوثقی جزء ثالث صفحه 72 میگه هذا والعجب من صدر حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على كافي وقال ملخصه إنه لا مانع من الالتزام أنه سبحانه تعالى جسم إلهي. میگه که من در عجبم، هذا والعجب، میگه من در عجبم، میگه هذا این عجیب از آقای صدر که در واقع اومده حیث ذهب، اومده رفته سمت این قول که بگه فی شرح، در کتابش بگه، در کتابش به نام شرحش بر کافی بگه انه قطعا لا مانع، مانعی نیست، من الالتزام، از این که لازم بیاید، از این که لازم بیاورد کسی، انه سبحانه، این که خداوند عزوجل جسم الهی، یک جسم الهی است. خویی اینو اعتراف کرده، اینو چرا نمیگی؟ چرا اینو نمیگی که اومده به در واقع اعتراف کرده به جسم بودن یکی از بزرگان شما؟ اینو هم بگو. اینو چرا نمیگی؟ چون به ضررته ها. اونایی که اونجایی که به سودت میگیری، اونایی که اونجایی که به ضررت میذاری. گلچینه دیگه، میوه خوب رو میگیری، میوه بدو میذاری. استغفرالله. اینم بعد همینطور در مورد این مسئله اجماعی که گفتی، آقا اینجا عبارت اینطوریه: و اما الاجماع فهو ان الامه كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في آخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، ثم ظهرت مقالة المخالفين وتأويلاتهم. میگه اما اجماع این است که امت اسلامی بر وقوع رؤیت در آخرت اجماع داشتند، در وقوع رؤیت در آخرت اجماع داشتند و آیاتی که در این باره نازل شده حمله بر ظاهرش می شود. بعدها گفته مخالفین آشکار شده و شبهات و تأویلات مخالفین رواج یافته است. اینجا اجماع رو نقل میکنه، اما در صفحه بعد یک حرف خوبی میزنه. توجه کنید دوستان، میگه توجه، خداوند دیده می شود نه در مکان، نه در جهت مقابل و غیره، و نه با اتصال پرتوهای چشم یا ثبوت مسافتی بین بیننده و بین خدای متعال. قیاس غایب بر آنچه قابل مشاهده است فاسد است. متوجه شدید؟ گاهی هم این را دلیل آوردند که خدا بدون هیچ شرطی ما را می‌بیند. البته در این باره نکته وجود دارد، زیرا سخن از رؤیت به نیروی چشم است. لو کان جایز رؤیه که در واقع ادامه میده، میره و مطالب دیگر رو میاره. اینم خواستم بهتون جواب بدم، بگم که آقا این مطلبشون اصلا این چیز دیگه است. این چیزی که اینجا البته این توی این کتاب اومده، در کتاب در واقع در صفحه 233 ترجمه شرح عقاید نصفی
همراه با شیخ عقد الفرید علی شرح العقاید شیخ محمد علی رحمه الله. ترجمه مولوی جواد نثار رودی، مدرس حوزه علمی احناف خاف و دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه سیستان بلوچستان. بله ایشون. این هم دومین کتابی که چاپ کردم دوستان، الحمدلله رب العالمین. دومین کتابی که به چاپ رسوندم. اثبات میلاد پیامبر با ارائه 70 دلیل از فقهای مذاهب اربعه، کتاب علامه ابوالاسفار محمد علی بلخی رحمه الله، یکی از فقهای معاصر مذهب حنفی در واقع که در افغانستان زندگی میکردن. بسیار آدم عالم و عالم با عملی بودن که این کتاب رو الحمدلله خداوند به من توفیق داد از اهل بیتشون اجازه نامه بگیرم، اجازه نامه کتبی بگیرم و در ایران چاپ کنم الحمدلله. و اینجا تألیفات بنده نیست، فقط اینو بنده چاپ کردم. تألیفات بنده اونجا هستن، گذاشتم کنار، اگر کسی خواست بگیره در واقع در خدمت هستم. به صورت رایگان میدم البته به کسایی که این لایو رو در واقع دارن میبینن. خب بریم ادامه، ببینیم در ادامه این بنده خدا چی میگه. که مبنی بر ذم هشام ابن حکمه همش ضعیفه. یعنی همه اینا رو بستن به هشام. همین اهل سنتی که حالا میمدن توهین میکردن و سندش رو ما از حضرت رضا علیه السلام داریم که بعد حضرات معصومین حتی هشام رو مدح کردن، گفتن هشام ابن حکم ناصر ماست، کسی است که با زبانش ما رو داره یاری میکنه. بسیار خوب. دقیقاً آقای هاشمی رفت سراغ یک روایتی که سندش هم ضعیفه و در روایتی که خوندی برای مخاطب که چی کردی گفتم کامل بخون نخوندی. چی اومده؟ علی ابن محمد رفعه عن محمد ابن الفرج. رفع همینه یعنی چی؟ اون کارشناس دیگه‌تون که میگفت مرفوع چی معنا میکرد اونا؟ حدیث مرفوع در روایات شیعه، در علوم حدیث شیعه یعنی حدیثی که اشکال سندی داره. آقای هاشمی استناد کردی به یک روایت ضعیف و سند، تقطیعش هم کردی، آبروت هم رفت. گفتم نکن این کارا رو. بعد شروع کردی بحث روایتی رو آوردی از کتاب اصول 16. خب جواب من گفتم بیار تصحیح سندیش کن. تصحیح سندیش کردی؟ بینندگان ببینید هیچ کاری نکرد. شاهد باشید من دارم به اجماع استشهاد میکنم و به همه چی، ولی آقا میگه نه. کتاب اصول 16 منبعش از زید نرسی یا نرسی است که این روایت رو ازش نقل کردی و این منبع کتابش ضعیفه و سند روایتی هم که آوردی ضعیفه و اصل این کتاب اصلا ثابت نیستش. بریم سراغ قول آقای خویی ببینید راجع به این کتاب چی گفته آقای خویی. آقای خویی چی میگه؟ میگه اصلا خود آقای زید نرسی رو اصلا این رو ارباب رجال توثیقش نکردن. در کتاب الطهاره تنقیح شرح عروة الوثقی به همین قضیه استناد میکنه. پس آقای هاشمی همش داره به روایات ضعیف و سند اشاره میکنه، یا تقطیع میکنه یا داره روایت ضعیف برای ما میاره. خب بریم سراغ تقسیم اهل تسنن. بینندگان عزیز سندهای بهتری واسهتون دارم من اینجا. بریم سراغ کتاب نقض عثمان ابن سعید. بینندگان عزیز میدونستید خدای اهل تسنن یک جوان بیریش موفرفری است که علمای اهل سنت گفتن اگر ایمان نیارید سنی نیستید. یعنی آقای هاشمی اگر این رو امشب رد کنه کافره و از دایره اهل تسنن خارجه و علمای اهل سنت شاید دیگه این برنامه‌ش هم ازش بگیرن و اخراجش کنن. بریم سراغ کتاب نقض عثمان ابن سعید، تألیف جناب آقای عثمان ابن سعید دارمی با تحقیق کی؟ آقای دکتر منصور السماری، استاد همه اساتید دانشگاه‌های معتبر عربستان سعودی در حال حاضر. میتونید اسمش رو در گوگل الان سرچ کنید. این آقا نفر 1 علوم حدیث عربستان سعودیه. آقای هاشمی یک سند ازش میخوام بخونم. بگو دروغه، امشب من همین رو کلیپ کنم بفرستم واسش که ببینه ماشاءالله چه کسایی رو داره پرورش میده. کتاب نقض عثمان ابن سعید باب فی سورة الرحمن چی میگه؟ میگه ان ابن عباس ان النبی دخلت علی ربی فی جنت عدن شاب جعد فی ثوبین اخضرین، صفحه 333. پیامبر اهل سنت، پیامبر شیعه حرفی رو نمیزنه. تعالی الله عما یصفون، خداوند منزه است از این صحبت ها. پیامبر اهل سنت گفت پروردگارم را دیدم به شکل جوانی بیریش و موفرفری. حالا نمیدونم ریش نداره دلیلش چیه. بعد تصحیحات سندیشو میاره
و بعد جناب آقای احمد ابن حنبل چی میگه؟ میگه هر کس که و من از سنت لازمه، از اصول دین اهل سنت اینه اگر این حدیث رو رد کنی و اعتقاد نداشته باشی خدا یک جوان بیریش و مو فرفریز، از سنی بودن خارجی، یعنی از دایره اهل سنت خارجی میشه، اصول دینشون. و من از سنت لازمه التي من ترک منها خصلتا، از سنت لازمه که هر کس ترکش کنه حتی یکیش رو از اهل سنت بیرونه، همین حدیثه. آقای هاشمی منتظرم یک کلمه از این حدیث رو، حتی احمد گفته ولو یک کلمه، یه حرفش رو رد کن. امشب از نامه اخراج از طرف آقای خدمتی در شبکه کلمه میاد. بسم الله بفرمایید، تایم شما. حالا من هر سوالی شما پرسید جواب دادم، احادیث ضعیفی هم خدمت گفتم، بحث اجماع گفتم. یه سوالی که من از اول برنامه دارم میپرسم، من وقت خودم خواهش میکنم قواعد تشبیه حرام و مباح رو ذکر کن. الان وقت خود من، الان وقتی باقی هم نمونده که من فرصت خودم میخوام جواب بدم، وقتی نیست. 7 دقیقه 8 دقیقه دیگه بیشتر وقت با این برنامه نمونده. این قواعد تشبیه مباح و حرام رو ذکر کن. سوالات من رو جواب بدید. من در وقت در هر چیزی آقا باشه سوال شما جواب دادم. حالا چه اشکالی میشه آقا؟ وقت خود من این بینندگان عزیز شما ازش بپرسید چرا این سوال رو نمیخواد جواب بدید. این خلاصه قواعد تشبیه حرام. نه الان میگی من کتابم تو خونه جا گذاشتم جواب بلد نیستم، پس من نمیدونم این جوابش، پس بگو من یادت بدم. الان اشکال نداره، من از اول مناظره این گلوی من پاره شد. آقا این قواعد تشبیه در مورد کتاب زید نرسی سوال شما که جواب داد، گفتم آقا جان حدیث اجماع ما مصادر اجماع داریم، ذکر کردید، گفتید حدیث در صحیح بخاری اومده که الله متحول میشه، گفتم متنش بخون، نخوندید. حدیث ذکر کردید، گفتم آقا علمای اهل سنت ضعیف دونستن سوار بر حیوانات، اون رو تضعیف کردید. بعضی شاب به عملت که ذکر کردید این حدیث ضعیف هست، میدونید سندی فرض بر صحتش اونایی که دوستان ببینید، برای شما اول میخوام مطلبی که زید نرسی رو در واقع ایشون گفت الان رد کردن، میخوام همونو بیارم الان برای شما. این کتاب خلاصه الاقوال معرفت الرجال در صفحه 347 یکی اینه، یکی در اینجا در واقع تایید میکنه کتاب زید نرسی رو. ببینید تا توجه کنید. حالا در ادامه توقفت عن قبول روایتهما، میگه نباید به این کتاب در واقع، اول که میگه نباید به این کتاب در واقع جسارتی کرد، نباید تعدیل، نباید طعنی زد بهش، و در اینجا میگه باید در واقع در توقف در قبول روایتش کرد. اما در اینجا در کتاب موسوعات احادیث اهل بیت اینجا در کتاب بعدی رسائل فقهیه، بنده سری دارم بدون اینکه روایت ها رو بخونم، فقط به خاطر اینکه این کسایی که باید ببینن دارم میارم، خودشون ببینن متوجه میشن. وسماه عن سهل وعن باقي وغيره كذا شيخ بل وأكثر الكلين غاية الإكثار، سماه من الآثار السيئة عن الصادقين المفيدة العلم واليقين ومن جملتهم، در مورد آثاری که صحیحه صادقین مفید برای علم برای یقین، و من جملتهم از این جمله کتاب ها چیه؟ زید نرسی، کتاب زید نرسی دار میگه فإنهم روى عن أكثر من معتمدين عليها مفتين بها، مع أن الأصل نرسي منها وصرحوها بذلك، لم يطعن على زيد ولا على أصله. قال
وغلت أبو جعفر في هذا القول، فإني رأيت كتبها مسموعة من ابن أبي عمير تخطأ له واعتمادا على كتبها. یا باید به کتابش اعتماد بشه. تمام. ويؤيد الاعتماد بل والتوثيق أيضا ما ذكره علماء الرجال في ترجمة ومقبوليته عندهم، وكونه ممن على تصحيح ما يصح عنه. در واقع قشنگ داره میگه اینجا شهادتی واضحة على معروفية كتابه وشهرته بل وصحته، بل وصحته، بل وصحته. توجه کنید، بل وصحته. اینا شما نمیدیدید این قسمتو؟ بل و صحته ایناش. کم زوم کنم بهتره ببینید. در کتاب مستدرکات علم الرجال الحديث جناب آقای شاهرودی، فحكم يصح على أصل الزيد النرسي لأن رواية ابن أبي عمير انتهى عن سيد بحر العلوم في منظومته الإجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين. و ادامه میگه اجماع عن الكشي واعتمد على حكايته فحكم بصحة أصل زيد النرسي، فحكم بصحة أصل زيد النرسي لأن الرواية ابن أبي عمير انتهى. تمام شد رفت. والنسب هذا التصحيح إلى أصحاب في كلمات جماعة منهم الشيخ الحر في آخر رسائل في الفائدة السابعة الوسائل جلد بي صفحة 79 بعد نقل أصحاب الإجماع والإشارة إلى رواية المادحة في حقهم. فاعلم من هذه الأحاديث دخول المعصوم بالمعصومين عليهم السلام في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره، وقد ذكر نحو ذلك بل ما هو أبلغ منه شيخ في كتاب العدة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين، واذكروا أنهم أجمعوا على الأمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء وأمثالهم كما أجمعوا على الأمل بمصانيدهم ومنهم المحقق كشني. فبقينا من دون اعتبار العدالة فهم يرون إلى آخره. خب اینم از این. در کتاب علم رجال جناب شیخ عبدالله در جلد 29 اشتباه نکنم صفحه 86 التنويه على عدم غلو الكتب الأربع عن أخبار الزيد النرسي وبيان صحة رواية ابن أبي عمير عنه والإشارة إلى تعداد طرق إليه واشتئالها على عدة من الرجال الموثوق بهم، وفي ذلك كله على صحة هذا الأصل وبطلان الدعوة وضعه كما قلنا. ويشهد لذلك أيضا هذا الأصول لم يتضح
ضعفه بعد فضلا عن كونه وذاعا للحديث. إن قال السيد صدر الدين في تعليقه على منتهى المقال يقال: ما لفظ وجدت على ظهر كتاب الزيد من جميرة. وقال في ترجمة زيد النرسي: ما لفه أخبرنا يروي جماعة أخبرنا غاية معقولا من خط من صورتنا وتاريخه في ذي الحجة عام هارون. ثم قال سيد رجال السند كلهم. توجه کنید دوستان، در صفحه 118 میگه ثم قال السيد ورجال سند كلهم ثقات بل من إلا جلاء أيضا وإن كان أبو الأباس منهم زيدا جاروديا. فما ذكرنا من السندين من كتاب الزيدين وما ذكرنا من خط حر الآملي نقلا عن النجاشي كيف يتصور كون الكتابين موضوعين ما أخذها يدا بيد كما ذكرنا. انتهى. تأمل فيما حققه الأعلام يوجب الاطمئنان بما اختاره المؤلف قد تسر من الاعتماد على ذات النفس وكون أصلها معتمدين وليس في أصلها ما يخالف المذهب الصحيح سواء روايته في الأصل والله أعلم. خب اینم از توصیقش. الحمدلله رب العالمین. حالا بریم ادامه. اینو خواستم فقط بگم که تو دلم نمونه دوستان. خوب حالا توجه کنید در واقع به ادامه. تصویرم نداشتیم تا الان انگار، درسته؟ حالا به ادامه توجه کنید دوستان. اینم از این. امیدوارم که لذتش رو برده باشید. فعلا اینو برداریم تا باقی مناظره که زیاد نمونید، 10 دقیقه دیگه مونده، ببینیم اونم بعدش دیگه توضیح کردن. گفتن رؤیت المنامی هست. اینم جواب تک تک. شما یه دونه سوال پیدا کنید من جواب ندم. انصاف خوب چیزه. اجازه صحبت تو وقت من نپر. میرندگان پاره شد. آقا این قواعد تشبیه مباح و حرام سوالای پاره شد. آقا این قواعد تشبیه مباح و حرام سوالای شما که جواب داد. گفتم آقا جان حدیث اجماع ما مصادر اجماع داریم، ذکر نکردید. گفتید حدیث در صحیح بخاری اومده که الله متحول میشه. گفتم متنش بخون، نخوندید. حدیث ذکر کردید، گفتیم آقا علمای اهل سنت ضعیف دونستن سوار بر حیوانات، اون رو تضعیف کردیم. بعضی شاب به عملت که ذکر کردید این حدیث ضعیف هست، میدونید سندی فرض بر صحتش اونایی که تصحیح کردن گفتن رؤیت المنامی هست. اینم جواب تک تک. شما یه دونه سوال پیدا کنید من جواب ندم. انصاف خوب چیزه. اجازه صحبت تو وقت من نپر. مینندگان عزیز و آخوندها، روزگارتون سیاه شد، بدبخت و فلاکت زده است. این نماینده شماست. از اول برنامه الان نزدیک 40 دقیقه من دارم التماس میکنم که آقا این قواعد تشبیه حرام و حلال چیه؟ نمیتونه جواب بده. بینندگان عزیز، این نماینده شما قراری این آبروی شیعه رو بخره، قراری این شما رو من تک تک سوالش جواب دادم. اما بریم بحث جواب سوال من. تا میرندگان عزیز، این من مرده یا زنده، این گردن گرو میذاشتم اگر تا آخر برنامه جواب سوال منو داد. قواعد تشبیه مباح چیه، حرام چیه؟ آقا به دادش برسید، روحانیون قم جواب براش برسونید. جواب بلد نیست اما تصویر نمایش بدید. ایشون من نمیگم کتاب خودشون نمیخونه، چون اینا اصلا وقت برای مطالعه کتاب مگه دارن. تصویر نمایش برای الباتی و اینجور چیزا ایشون نه بسیجیا. تصویر نمایش بدید. توحید صدوق چی میگه؟ ملاحظه بفرمایید. میگه که و قول هشام الجوالقی، بعد از اینکه سند ذکر میکنه هاشم جوالقی، و یقول فی الشاب الموفق و وصفت له قول هشام بن حاکم قال ان الله عز وجل لا یشبه شیء، در کتاب توحید اومده. بعد اومده خود امام جواب میده، كتبت الى ابي الحسن اساله عما قال هشام بن الحكم في الجسم و هشام بن سالم في الصوره فكتب عليه السلام. امام نمیدونه که آقا این قول هشام قول درستیه. امام بنده خدا سواد اینو نداره به اندازه ایشون. میگه آقا
دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشیطان لیس القول ما قال الهشامان. قول کتاب توحید صدوقه با سندم ذکر کرده، ولی خود چی کارشون کنیم؟ به هر صورت اینا عادت کردن به این صورت، بیا ما قبول نداریم. بعد مالکم ولقول هشام انه لیس منا من زعم ان الله عز وجل جسم فغضب علیه السلام. امام علی ابن موسی رضا خشمگین میشه، میگه آقا پس اگر قول هشام و اینا درست بود امام رضا بی خود عصبانی شد. اما در مورد قول کتاب کافی کلینی، این قول اجازه بود فرمان، من این کتاب کافی کلینی ایشون که نمیدونه اصلا کتاب کافی کلینی علمایشی گفتن همش صحیحه، هر چی در کتاب کافی کلینی اومده صحیح. ایشون میگه علمای ما غلط کردن. خب من چیکار کنم اگر غلط کردن؟ ولی خب تصویر رو نمایش بدید. فقط یادتون باشه قواعد تشبیه مباح و حرام پرسیدم تا آخر برنامه، روزگارتون سیاه میشه ایشون جواب نخواهد داد. ملاحظه بفرمایید در مورد کتاب کافی کلینی که آقا میگن اصلا کل کتاب جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه ابوالحسن الحر العاملی بنده خدا سوادش جواب نمیداد بنده ایشون دیگه. میگه آقا جان اما بعد فقط فهمت یا اخی، اول ذکر امام کی میکنه؟ کلینی میکنه. من اصلاح اهل دهرنا على الجهاله الى ان قال وذكرت ان امورا قد اشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الروايه فيها وانك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ومن تثق بعلمه فيه، وقلت انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به من المتعلم ويرجع اليه مسوي ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين. این کتاب میگه آثار صحیحه صادقین. بل و هو صریح فی الشهادة بصحة احادیث کتابه. حر عاملی قبول اشتباه کرده، حر عاملی که گفته و همه کتاب حدیث کافی کلینی صحیحه، ایشون اعلم تر هست. میگه فعلم ان جمیع احادیثی صحیحه. میگه آقا همه ثابت شد که جمیع احادیث کافی کلینی که هشام ابن حکم درش اومده صحیح است. و میگه و ایضا لو لم يكن جمیع ما فيه صحیحا لما قال يكتفى به المتعلم ويرجع اليه المسترشد. و ایضا مطالبی ذکر میکنه. وقت من تمام شد. اما چه قواعد تشبیه حرام و حلال نزدیشیه به عنوان آخرین مطلب، آخرین فرصت. 2 دقیقه برای شما، 2 دقیقه برای من. بینندگان عزیز حالا ببینید جواب من رو خواهد داد یا خیر. 2 دقیقه فقط وقت داریم، 2 دقیقه برای شما، 2 دقیقه برای من، چون وقت برام تمام رسیده. اما پاسخ که نخواهید داد. این تحدی منه. بسیار خوب. این آقا گفتش من قواعد تشبیه حرام رو جواب نمیدم. من یک سوالی دارم از آقای هاشمی یا بینندگان عزیز و ارجمند. اگر یک نفر بگه ما یک زنای حلال داریم و یک زنای حرام، این یعنی چیز خواندار نیست؟ تشبیه هم از همین حیثه. تشبیه اگه تشبیه آقا جواب قواعد رو مثلا گفتم زنا. آقا چی میگه تشبیه حرامه. آقا ماذا فاذا فی هذا الصراط المستقیم. چی میگه این دوستان؟ میگه تشبیه حرامه. خب این عالمایی که ما آوردیم چی بود پس؟ گفت آقا این که در واقع عالماتون حدیثا رو نمیگم ها، عالماتون اومدن گفتن حدیث باشه انقلت میاریم میگین معلوم نیست امام معصوم در واقع این صادق گفته باشن یا نگفته باشن، بحث هست داخلش. علمای در واقع معاصر و متقدمیتون گفتن در مورد تشبیه، در مورد جسم بودن. الان من چی گفتم؟ در مورد جواز ترکیب عقلی خداوند، در مورد مرکب بودن خداوند، به جواز مرکب بودن خداوند به صورت عقلی جواز دادن اینا علماشون. در آخر برنامه میارم. تو چی داری میگی آقای محترم؟ جواز ترکیب عقلی. گفته عقلا خدا میتونه جسم باشه، میتونه مرکب باشه. متوجه هستید؟ میگه کفر کل نصف علمات رفت رو هوا. این علمات چی شدن پس؟ صدر چی میشه پس؟ چی میگه این دوستان؟ من نمیفهمم حرف اینو. ماذا فاذا فی هذا الصراط المستقیم. چی میگه برادر؟ خدا به توفیق فکر کردن بده. کتاب خوندن، درس نمیخونی، طلبگی نمیخونی، اومدی پشت چیز خاطر اینکه در واقع خودت نشون بدی اومدی داری چی خودت نشون نده. نمیگم نشون بده، اما برو درس رو بخون بعد بیا. به جای اینکه بیای من وقتی بهت پیشنهاد مناظره میدم بیای بگی آقا تو فتح کسره رو رعایت نمیکنی، میگم آقا بیا من چون در واقع
اینی که وقتی دارم میخونم ذاتا این مشکل شخصی منه، تو درسم اینطوریم، وقتی دارم متن رو میخونم کلا همیشه اینطوریم. اما برای اینکه بدونی واقعا اینطوری یا نه، بیا با هم یه صرف بندازیم، کلمه رو با هم دیگه صرف کنیم. من یه کلمه میگم شما صرف کن، شما یه کلمه بگو من صرف میکنم. بعد برای نحوم من یه متن میگم شما در واقع برام ترکیبشو بگو، شما یه متن بگو من براتون ترکیبشو میگم. باشه؟ ببینم بعد اون وقت میخوای چه انقلتی بیاری. من ذاتاً وقتی دارم میخونم اول مشکل چشم، دوم استرس وقتی میخونم، یعنی از بچگی اینطوری بودم، دست خود آدم نیست. اما تنها چیزی که میتونم در واقع کامل بدون استرس بخونم فقط قرآنه. بفرمایید ببینیم ادامه شاهکار این بنده خدا رو. نگاه نه آقا قرار شد متعهد باشید. تشبیه حرام است اگر تشبیه باشد و علمای شیعه رد کردن. و بعد جالبه 2 دقیقه فقط آقا کافی رو کتاب کافی رو آوردم بزرگان، کتاب کافی رو دست منه. آقا علمای شیعه تایید کردن اینو، چی داری میگی؟ بخواد یکی رو رسوا کنه. روایتی که خوند امام علیه السلام در ادامه داره رد میکنه، یعنی داره توحید شیعه ثابت میشه الان. یعنی امام صادق علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام اهل سنت رو ملحد میدونن، میگن هر کس جسم بدونه کافره. اهل سنت هم خوندم گفتم خدا جسمه. بسیار خوب، امام داره در آخر رد میکنه، داری اعتقاد منو ثابت میکنی الان. این کجا گفت دلیل آورد؟ گفت اهل سنت در واقع جسمن؟ کجا همچین دلیلی آورد دوستان؟ میشه یه نفر اینو بهم توجیه کنه؟ کجا همچین دلیلی آورد که بگه خدای بگه از کتاب و دلیل بیاره بگه آقا خدای اهل سنت طبق این حدیث طبق این متن جسمه؟ برای رؤیت دلیل آورد که من برای رؤیت گفتیم. اون جایی که خوند این کتاب در واقع عقاید نصفی ترجمه فارسیش بود که در واقع ما هم شرحش رو خوندیم، شرح عبدالفرید رو در داخلش گفته که آقا اصلا اجماع رو اینطوری که ایشون گفتن نیاورده، اون اضافات بود. برادر من اجماع اصلش اینه، رؤیت در قیامت. و اما در این کتاب که اینطوریه. و اما در مورد دیدن الان یک احادیثی برای شما میارم، توثیقش هم میکنم، ببینم کدوم در میخوای بزنی. میخوای تعویل کنی دیگه، نه ما هم تعویل میکنیم. بعد اون آقای حیدری میگه آقا شما روایت شاب به امرت که صراحتا داره میگه جوان مفرفرید، شما چی میخوای تعریف کنی تعویل کنی؟ منم میگم آقا الان زیارت در حبوط خداوند مع ملائکه، بعد کناریش میپرسه میگه هل ندرک الرب، میگه میشه خدا رو درک کرد وقتی رفتیم زیارت امام حسین؟ میگه نعم میشه. آقا میشه خدا رو درک کرد دید وقتی رفتی زیارت امام حسین. نظر الى وجه رب تبارک و تعالی در صحیفه سجدی اومده. این که بین خدا و بین بندش در واقع حجابی نیست، این در کتاب شما اومده. بابا این که خدا نزوجال به خانه حضرت امام، به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها، حضرت فاطمه رضی الله عنها در واقع رفت و اونجا نه تنها خدا نزوجال ایشون رو دید در فی احسن صوره، نه تنها این، وضع یده علی رأس الحسین، خداوند دستشو گذاشت رو سر امام حسین. خداوند دست داره، دستش هم این دست انسان، دستش هم میذاره رو سر بچه. یکی چه میگه آخه این واسه چه دوست داری؟ میگه ایشون در آینده فلان میشه. بعد همونجا ایزن میگه این فلان دشمنا اینو لعنت کنن فلان. عجیبه این واقعا. بعد میای به اهل سنت میگه شما خدا رو میگید که میشه دید. شما که نگفتید که میشه دید، شما حدیث دارید که حضرت رسول اکرم دیده. میگید پیامبر ما با پیامبر سنی فرق داره. چرا؟ چون فقط پیامبر سنی است که از این احادیث داره، پیامبر ما نداره. بیا این پیامبر شما تو خونه حضرت فاطمه دیده، میخوای چیکارش کنی؟ حدیثم صحیحه یا حسنه، چندین طریقم داره، میخوای چیکارش کنی اینو؟ به کجای دلت میخوای بذاری اینو؟ و از همینم در واقع استنباط کردن علمای شما، گفتن آقا این هیچ تعویل نداره مگر اینکه بگیم در واقع خداوند عزوجل در واقع تاکید میکنه که این خداوند عزوجل در واقع جسمه. میخوای چیکار کنی اینو؟ ها؟ علمای خودتون گفتن.
تو شفای عاجل بده، بریم باقی تفلک رو ببینیم. و حالا جالبه برای سند کامل آوردم، هر چی از آقای خویی همین الان سند آوردم، هر چی در مورد تجسیم هشام هستش ضعیفه، باز میره سراغ همون. خب من چیکارش کنم؟ باز همینو گفت. حتی در روایت دیگه کافی داره که این سنی، یکی اومد پیش حضرت رضا گفت آقا سنی‌ها میگن خدا شاب به امرده، جوان بیریشه. بعد در روایت چیه؟ بذارید براتون پیدا کنم. فخر علیه السلام ساجدن، حضرت رضا به سجده افتاد و گفت پروردگار منزهی تو، این سنی‌ها شما تو رو نشناختن، اگه تو رو میشناختن تو رو به این صفت تشبیه نمی‌کردن. پس الان توحید شیعه ثابت شد و آقای هاشمی با خوندن این روایت تصریح کرد که توحید صحیح نزد اهل بیت است، نزد حضرت رضا علیه السلام است، نزد امام صادقه، نه نزد شخص دیگری. اما روایت شاب به امرد گفت در خواب بوده. اتفاقا احمد ابن حنبل امام السنه شما تصریح کرده روایتی که در خواب بوده است ضعیف است و اصلا گفته حدیث منکره. در همین روایت که برات خوندم ادامش همین رو داشت میگفت. آیا میخوای با احمد ابن حنبل مخالفت کنی؟ بسم الله. بله بسیار خوب. بینندگان عزیز، ما پایان بخش برنامه هستیم. پاسخ سوال من رو دادن. خطابم به شما بیننده عزیز چی است؟ میخوام هر شب که میخوای بخوای به این فکر کنی، بگی چقدر ما بدبخت هستیم. 40 دقیقه این سوال پرسید آخرش گفت یک زنا، این نمیدونم فلان از یک زنا، فلان از یک زنا، فلان است. من که میدونم اینها چه کار کردن. این کاغذها میرن از اینترنت پرینت میگیرن، همون رو میخونن. شما هم دلتون خوش، بعدم میگه استاد. این نمیگه ما، ولی بزرگتر از اینا، دانه درشتر از اینا شدن استاد میشن. خب حالا با این وضعیت شما چی توقعی دارید؟ پاسخ سوال ما رو الحمدلله نه، وقتی خدا بخواد کیسه بیابرو این کار این بلا بر سرش میاره. اما میگی که خود امام تصویر نمایش بدید در کتاب کافی کنید، از اول تا آخرش براشون میخونم تا متوجه بشید که اینها چقدر یه چیزی میتونستید بگید ولی چرا نگفتید؟ میگفت آقا این هشام سنی بوده، این خیلی خوب میشد به نظر من، این حل میشد. گفتی سمعت هشام ابن حکم یروی ان الله جسم صمدی نوری معرفته ضروری یمن على من یشاء من خلقه فقال علیه السلام سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدرك الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. نقطه سر خط. حدیث تموم شد. کل حدیث براتون خوندم. آقا هشام یکی از بزرگان شما معتقد بود خدا جسم هست. اما خود خمینی جواب سوال منم ندید. البته خمینی دردسر ساده. این خمینی که گفت آقا این دانشگاه اگر دانشگاه نباشد دانشگاه نیست و اقتصاد مال خر است. ایشون در کتاب خود ایشون فرمودن در کتاب خودش میگه که آقا خداوند پاسخ سوال من را هم ندادن در این قضیه. تصویر نمایش بید الاربعون حدیثا جناب خب اجازه ما این بله میگه که ذکر میکنه در اینجا ذکر میکنه که یرمون ان الله خلق آدم علیه السلام علی صورته و همچنین میگه که و ان الفریقان قال الله تعالی اتفاقا اشاره میکنه به روایت صدوق فی اون اخبار رضا که الله در واقع خودش بر چهره انسان خلق کرد و این هم خود خمینی هم میاد و توضیح و تفسیر میکنه که و پاسخ سوال ما رو که هم ندادن. بهجت هم که هیچ فرقی بین خدا و امام وجود نداره. هفته بعد همین وقت انشاءالله بحث علم، خداوند چه علمی دارد که امامان ندارن، این موضوع برنامه هفته بعد خواهد بود. در چنین وقتی امیدوارم که حاضر بشید و با دست پر برگردید. موضوع هفته بعد من تعیین میکنم امامان چه علمی دارن که خدا ندارد، چه خداوند چه علمی که بین خدا و امام فرق وجود داره. و ملاحظه ها بینندگان عزیز، حکم با شماست. قواعد تشبیه حرام و حلال هم که دیگه نه وقت متموم شد. دوستان عزیز خب با هم دیگه هستیم تا در واقع دقایق دیگه در حضورتونیم. ببینید دوستان، خب ما میخواییم برای شما اون مطالبی که ایشون گفت
دیده شدن خدا، اول این رو بیاریم در مورد دیده شدن خدا. اول این رو بخونیم دوستان. این که کافر، ایشون گفتن هر کسی در واقع بگه خدا جسم کافر میشه، در حالی که علمای اینها این رو نمیگن. در کتاب المعانی المأثوره که در واقع کتاب جناب آقای آملی نجفیه، در جلد 2 صفحه 255 میگه این عبارتی که در واقع میاره رو فقط میخوام براتون بخونم. میگه و غنی بالذات و مع ذلك. این عبارت پایین اینجا من یک چیزی بود اینجا باش میشد رنگ کرد یا در واقع عبارت رو مشخص کرد، نمیدونم چی بود اون. رسما دوستان اینو پیدا کنم. در اینجا ببینید و مع ذلك يقول انه جسم لا يكون كافرا. میگه آقا من قال، از اینجا من قال ان الله تعالى قديم وغني بالذات ومع ذلك و همراه این ذلك يقول انه جسم، و این که بگه خدا جسمه، لا يكون كافرا لا يكون كافرا لا يكون كافرا. در نزد شما کسی که بگوید خدا جسم است کافر نمی شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این همه علماتون اون پشت قابیان اگه بگید کافره اونا میشن کافر، بعد نمیشه از اونا رو باید نقل کرد، بعد این همه احادیث چند صد هزار تا حدیث از اونا بخواد نقل بشه چی میشه؟ بعد مثلا میشه روح و بعد اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا رو بعد چی میشه؟ خب چی میگه چرا کافرن؟ مع ان بعض الآیات القرآنیه ظاهره فی ذلك. میگه که آقا اصلا بعضی از آیات قرآنی در همین آیه به همین مسائل اشاره میکنه که خداوند عزوجل در واقع جسمه. اینو خوب به یاد داشته باشید. اینجا رو خوب به یاد داشته باشید دوستان. اینجا خیلی جای دیدنیه. این کسی که داشت این همه ادعا میکرد، میزد به زمین خودشو، میخواست کوچیک کنه طرفو، ببین و اصلا هر کاری دلت میخواد بکن،
دیگه دیوار پیدا کن مستقیم با کله برو تو دیوار. خب این از این. در چه کتابی بود؟ در کتاب المعالم المأثوره جناب آقای آملی نجفی. خب اینجا ما میخوایم به اعتراف جناب آقای خویی که این که این گفتیم، اعتراف جناب آقای شریف مرتضی در مورد بعضی از علماشون. در رسائل شریف مرتضی ایشون میفرماید و قول هشام بن حكم وعلي بن منصور وعلي بن اسماعيل بن ميثم ويونس بن عبد الرحمن مولى علي يقطين وابن سالم جواليقي وحشوية إن الله عز وجل مكان دون مكان وأنه يتحرك وينتقل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. اینجا صراحتا داره ایشون اعتراف میکنه به چی؟ به این که این علمای اینها در واقع که موجب شد الان سرشون پایین باشه، اعتقاد داشتن که خداوند در واقع مکان دون مکان داشته و انه يتحرك و ينتقل، در واقع حرکت میکرده، انتقال پیدا میکرده از اینجا به اینجا و اونجا. نعوذ بالله من ذلك. خاک بر دهنم، خاک بر دهنم. این اون بنده خدایی که میگفت این میو میرفته این ور اونور، در کتاب خودتون اومده بردار من. بعد داری به قول خودت کسی که خونه شیشه خونه در واقع همسایه رو در واقع سنگ نمیزنه، خودت بیا ببین. بعد می به خونه همسایه سنگ میزنی، خونه خودت از تار عنکبوته. اینو میخوای چیکارش کنی؟ در کتاب نور البراهین میگه و حینئذ فالجوالق ای بیع الجوالق توهم ان الذي كان توهم قطعا ان الذي كان قطعا خداوند عز وجل چیه؟ كان في صورة شاب الموفق أي مستوى خلقه والأعلى هو الله تعالى. میگه آقا ایشون توهمی که متوهم، میگه من نمیگم، ایشون میگه این آقای جوالقی در واقع فکر میکرد، توهم میکرد، وهم میکرد که خداوند عزوجل شاب موفقه. شما علمایی داشتید که فکر میکردن شاب موفقه. همین در مورد جوالقی ببین چه در واقع چه خربزایی زیر بغل این گذاشتید، چه هندونایی زیر بغل این گذاشتن داخل کتاباتون. گفتن آقا ایشون فلان است و خاتم فلان است و ایشون فلان درجه علمی داره و فلان و فلان و اینا رو ببینید. و اینجا در کتاب توجه کنید در مورد هشام، کتاب الوافی تالیف فیض کاشانی در جلد اولش صفحه 406 در آخرش میگه رأيت ربي في صورة شاب الموفق في سن ابن 30 سنة وقلنا أن هشام بن سالم وصاحب الطاق واليثمي يقولون أنه أجوف إلى صر والبقية سمت فخر ساجدا الله سبحانه ثم قال سبحانه ما عرفوك ولا وحدوك. میگه که آقا اینجا در واقع داره اعتراف میکنه که ایشون جناب آقای چه کشی هشام بن سالم صاحب الطاق و یتیمی اعتقاد داشتن، یقولون میگفتن که انه اجوف، خداوند عزوجل اجوف الی سر والبقیه والصمت. اینو داشته میگفته، این که حالا خودتون میدونید بهتر از همه. در ادامه میگه يقال أجوف يعني بالسمت وتوجيه كلامهم أنه زعموا أن العالم كله شخص واحد وذات واحد له جسم وروح فجسمه جسم الكل، أعني الفلك الأقصى بما فيه وروحه روح الكل والمجموع السورة الحق الإله. میگه که دوستان توجه کنید، میگه که توجیهشون این بود که کلام هم در زعم اونا این بود که در واقع ان العالم كله شخص واحد،
کل عالم جهان شخص واحده و ذاته واحد و ذاتش هم واحده له جسم و روح جسم و روحه فجسمه الكل یعنی جسمش کل این جهانه یعنی الفلک و الاقصى فلک و اقصى نقاط در واقع جهانه بما فيه و آنچه که در درونش و روحه روح الكل و المجموع الصورة الحق الاله. بیاد حالا یکی اینو بفهمه. قشنگ داره میگه خدا جسمه. علمای شما به ما ربطی نداره. هذه الرواية هشام بن سالم الذي قال فيه أبو الحسن الرضا لا تقل بمثل ما قال هشام بن سالم أن الله صورة وأن آدم خلق على مثل الرب. میگفته که آقا قطعا خداوند صورت و قطعا آدم خلق کرد مثل رب مثل خودش، یعنی انسان را به شکل خودش درست کرده. رب ربوبیت، رب الله عزوجل، ذات الهی، ذات خداوند عزوجل این رو داره میگه. دوستان خوب توجه کنید به این مسئله. و فیض کاشانی در اعتقاد شاب محمد میگه اینو گفتی و بعدی. خب دوستان یه لحظه اجازه بدید ما بریم سراغ مسئله بعدی. خب دوستان ببینید در ادامه در مورد اینکه گفتم آقا اینکه اینها میگفتن خداوند عزوجل در واقع اینکه میگفتن ادعا کردم من اینو که حضرت علی در واقع ادعا میکرده انا فرق من فروع الربوبیه. الان اینو بیارم براتون. اینا اینجا انا فرع من فروع الربوبیه در کتاب الزیارة الجامعة الكبيرة صفحه 70 میگه انا فرع من فروع الربوبیه. این عبارت رو میاره و اینکه خداوند عزوجل رجال اینها رو با هم دیگه بررسی کنیم. کسایی که اینها از اونا احادیث روایت کردن در کتاب رجال نجاشی صفحه 373 در مورد محمد بن جعفر بن محمد میگه و کان، میگه آقا ابن عون الاسدی ابو الحسن الکوفی
اینجا میگه که ساکن الری یقال له محمد بن ابي عبد الله كان ثقه صحيح الحديث الا ان روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه. میگه که ایشون در واقع قائل به تشبیه و در واقع جبر بوده و خیلی از این پایین هم زیاده این ایشون. برو تا پایین در مورد هارون ابن مسلم و زیاده امثال این. چند ده نفر این پایین است میشه نکنم. خب حالا در مورد دیدن خدا در کتاب لآلی الاخبار، من فقط دوستان چون وقت زیاد داره میره به خاطر همین فقط جلد و صفحه رو میگم و عبارت رو نشون میدم و رد میشم. فقط عبارتی که لازمه رو میخونم و رد میشم. در جلد 4 صفحه 410 میگه و ارنا وجهك فيتجلى لهم سبحانه و تعالی، میگه تجلی میکنه خداوند در واقع و ارنا میبینن وجهك، وجه در واقع خداوند عزوجل، حتی ينظرون، حتی نگاه میکنن نظاره میکنن الى وجه تبارک و تعالی، میگه که نظاره میکنن به چهره خداوند عزوجل، به وجه خداوند عزوجل. صراحتا داره میگه، صراحتا داره میگه دوستان توجه کنید. اینجا میگه خدا براش و الرب یضحک الیهم فینادون باسمهم، و خداوند عزوجل به اونا میخنده و اونا رو به اسمشون صدا میکنه. بفرمایید اینو فقط میگفتن در کتابای اهل سنت هست و در کتابای ما نیست، تحویل بگیرید. در کتاب سفینة البحار جزء 10 در واقع در کتاب در صفحه 457 میگه حدیث قرب الاسناد، یعنی حدیثی که میشه بهش استناد کرد، میگه لا یکون بینه و بین الله حجاب، بین او و بین خدا حجابی نیست، حتی ینظر الى الله، حتی در واقع نظاره میکنه به سوی خدا، و ینظر الله الیه، و خداوند عزوجل نیز به او نظاره میکنه، یعنی خداوند هم ایشون رو میبینه. ایوا یتبرأ من فانه اذا كان كذلك نظر الله الیه و نظر الى الله. دوباره همون رو میگه. میگه لهم واجبه والبراء من اعضائهم واجبه. فکر کنم این دیگه خیلی آبروریزی بود. این هم در کتابای زیادی میاد این حدیث دوستان، همین که مشهوره مشخص خیلی حدیث قابل قبولیه، در کلی از کتابا میاد. ببینید در چند حدیث میاد، در چند کتاب میاد. حتی در مورد در قیامت هم در مورد این که آقا گوش بدید دوستان، آقا اون حدیثی که گفتم خداوند عزوجل میاد به دنیا و در واقع دستشو میذاره رو سر حضرت امام حسین، ببینید در کتاب کامل الزیارات، توثیق کتاب کامل الزیارات رو من براتون خواهم آورد که کتاب کامل الزیارات کلا مورد تاییده، کلا قابل قبوله، اصلا هیچ شکی در اون نیست، براتون خواهم آورد. در کتاب همین کامل الزیارات صفحه 141 در حدیث 166 میگه، من فقط اون جایی که مهمه رو میگم، حدیث خودتون بعدا پیدا کنید و قشنگ بخونید. اونجایی که میگه آقا
یا فاطمه یا بنت محمد، میگه آقا ای فاطمه ای بنت محمد، من الان در واقع خداوند عزوجل رو ترالی فی بیتی، که من میگه دیدم در بیت تو، هذا فی ساعتی هذه، در واقع من دیدم همین الان در همین لحظه خداوند عزوجل رو در بیت تو فی احسن صورت، در بهترین شکل. و میگه اون بهم گفت که یا محمد تحب الحسین، اون گفت که ای محمد تو حسین رو دوست داری؟ از رسول الله پرسی گفته تو حسین رو دوست داری؟ ایشون هم گفته بله. بعد گفته یا خداوند عزوجل گفته یا محمد، گفته یا محمد. بعد و وضع یده علی رأس الحسین، و گفت و وضع یده، و وضع کرد گذاشت دستش رو علی رأس الحسین، بر سر امام حسین. خدا دست دارد، خدا در واقع به شکل خوشگل در اومده در فی حدیثه، اومده به بیت حضرت فاطمه و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ایشون دیده و حتی دستش گذاشته رو سر امام حسین، دست جسم دنیا. پس چیزی که میبینن، اینا میگفتن شما خدا رو میبینید پس یعنی جسم دیگه. ما میگفتیم ما خدا رو میبینیم اما جسم نیست، اون نمیشه دید خدا رو، یعنی میشه دید اما اون ما جسم نیست. بلا کیفیه، بلا جسم، بلا صورت، بلا کیفیت، بلا جهت، بلا عرض، بلا طول. اینا داشتیم میگفتیم. اینا میگفتن نه آقا، کسی که چیزی که بشه دید اون قطعا جسم داره. اینجا هم داره میگه میبینم، هم داره میگه دست داره، هم داره میگه دستشو گذاشت رو سر امام حسین، یعنی هم در واقع لمس کرده. برای لمسش دلیل دیگه ای هم هست. خداوند عزوجل رو در واقع خداوند عزوجل دستشو گذاشته بین دو کتف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حتی در قیامت یخاسر عبد المؤمن، در قیامت در واقع دوش بنده مؤمن خداوند عزوجل راه میره، دستشون رو به هم دیگه میدازن، اینطوری با خدا نعوذ بالله من ذالک با خدا راه میرن عبد مؤمن. استغفر الله. اینا همون عبارت. حرکت و انتقال رو گفتم براتون میارم، حرکت انتقال براتون آوردم اینجا، مکان این دون مکان و نهایی تارک و ینتقل، این رو هم آوردم. خدا دست داره، دست تمام دو دست، تمام دستهای خدا دست راسته. بعد امام 12 هم میگن همه دستاش راسته. خداوند انسان رو به شکل خودش آفریده و عرضم به حضور شما میگن که آقا انسان میتونه به مقام ملائکه، حتی به مقام رب برسه. در کتاب خودشون اومده اینا، در کتاب مستدرک و در کتاب مستند الشیعه فی احکام شریعه اینا عبارت بل بمنزلة تبارک و تعالی، به منزله خدا تبارک و تعالی میشه رسید. و در این کتاب، در کتاب شیخیه، توجه کنید به این کتاب دوستان، میگه ثم استعرض، در واقع میگه بعد کباری اعلام الشیعه الذين تواجد في كلماتهم عبارات متشابهه ظاهرها الكفر. میگه آقا بعضی از اعلام و کبار و بزرگ، کبار اعلام شیعه، میگه بعضی از بزرگان شیعه عباراتی آوردن که ظاهرشون اصلا کفره. که سید مرتضی قال ان الله ليس الها للاعراض ولا للجوهر الفرد، نعوذ بالله من ذلك. والصدوق الذي تقرب الى الله بوضع رسالته في، حالا اینکه فی اثبات صح النبی و الائمه این که بماند. والاردبیلی، گفتم جواز ترکیب عقلی، توجه کنید. والاردبیلی جوز ترکیب العقلی فی الله عز وجل. میگه که آقا اردبیلی فتوا داده است که چی؟ به ترکیب عقلی خداوند عز وجل، به مرکب بودن عقلی خداوند عز وجل. خداوند عقل میتونه مرکب باشه. نعوذ بالله سبحان الله من هذا. استغفر الله. بعد اون یارو چی میگفت؟ میگفت آقا
شما غالب ترکیب بودن خدا. آقا شما ما که اصلا همچین عباراتی نداریم که خدا مرکب فلانه. شما دارید همچین عالمایی دارید، دم دستتونه. دم دست اون عبارتی هم که شیخ ابن تیمیه نسبت گفت یا شیخ ابن تیمیه فلان میگه، اونم در فقط دم دستم نیست، ولی اونم میآوردم. این همه عبارات داخل کتابتون ریخته. احادیث که بماند الا ماشاءالله، از حدیث نزول فی ثلث اخیر اللیل، از این احادیثی که میارید از کتاب ما و مردم گول میزنید تو کتابای خودتون به وفوره. چاه مکن بهر کسی اول خودت بعدن کسی. تو اول به جای اینکه بیای درد ما رو ببینی، برو درد خودت رو ببین، برو کتابای خودت رو دریاب، مردم خودت رو دریاب که دارن به جای اگه سنی بشن باز بهتر، دارن بیدین میشن. خداوند صوتش هم در واقع چیز قابل اثباته در کتاب های اینا. خداوند در عرش هم نشستنش هم تنهایی هم با رسول اکرم در کتاب های اینا با احادیث در واقع مشهور و حتی میشه گفت مستفیض ثابته. و حتی جواز لذت ذهنی بر خداوند لذت ذهنی میبرد. من نفهمیدم، خدا میگه لذت میبره، یعنی حالش بالا پایین میشه، یعنی زیادتی و نقصانه فی حاله. یعنی خدا مگه چیزیه که بتونه مثلا بالا پایین بشه، مثلا حالش عوض بشه، مثلا و اما این خیلی جالبه، این خیلی جالبه. آقای شریف مرتضی ادعا می کند و میگوید که میگه آقا من یک کاری پیش اومد، دخترم داره گریه میکنه مجبورم برم، من سریع اینو بگم. ایضا کتر و الى قومی مشبح مجبر اگر اشتباه نکنم، وان القومین كلهم من غیر استثناء لاحد منهم. میگه قومی ها بدون استثناء لاحد منهم، حتی یک نفر از اونها، نعوذ بالله من ذلک. ما اینها الان نمیگیم از معصوم اونجا هستن، ما اونجا دوستان زیادی داریم، من دوستای طلبه زیادی دارم من اونجا، نه اینکه الان یه زمان اینطوری بوده. الا ابا جعفر ابن ابوه رحمه الله كانوا مشبح مجبر وكتبهم متصانفهم تشهد بذلك وتنطق به. در واقع میگه کتابهاشون تصنیفاتشون شهادت میدن به این امر. دیگه عالم ما که نیست که بخواد بگیم آقا عالم اهل سنت اینو گفت، عالم اهل تشیع داره اینو. خداشون میدمه، اینم مهمه، خداشون میدمه فوت میکنه. و بعد انشالله تعالی ما بعداً احادیث بیشتری برای شما خواهیم آورد. یه لحظه دوستان،
این عبارت هم ببینیم بعد خداحافظی کنیم دوستان. در کتاب مفاتیح الغیب جمع والوجود جناب صدرالدین محمد اسحاق میگه که در صفحه 16 اینجا که میگه ان الشيخ قدسر كان من اكابر الاولياء المحققين واعاظم المجد المكاشفين. و در آخرین پایین میگه كذلك قوله صلى الله عليه وآله عن النار فيضع جبار فيها قدمه ونزوله الى سماء الدنيا كل ليله. میگه در واقع وضع میکنه جبار خداوند عزوجل فیها در آن قدمش را و نزول میکنه الى سماء الدنيا به آسمان دنیا کل لیله در تمام شبها مع تقدسه عن المكان والزمان همراه با تقدس از زمان و مکان و حلول و تغییر و الحدثان همراه با حلول و تغییر و حدثان. خب دوستان انشالله تعالی امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه به اندازه کافی. امیدوارم که بالاخره اینها راهی پیدا کنن که بتونن بدونن که حق در اینه که با وحدت زندگی کنیم نه با این اختلافا. ما فقط این برنامه ها رو داریم میذاریم برای این که بگیم که آقا به جوانان اهل سنت خودمون بگیم، نوجوانامون بگیم که آقا این جواب دارن، ما جواب داریم و الا لازم نبود این کارو بکنیم. چون ما میبینیم که رهبری چی میگه. رهبری وقتی کسی اینا رو آدم حساب نمیکنه ما هم کسی آدم حساب نمیکنیم. اما خب وقتی دیگه مجبور میشیم، مجبورن گفتیم، مجبورن این برنامه رو داریم میذاریم تا وقتی که کسی بچهای امنیتی بیان جلوی اینا رو بگیرن و آقا اینا رو جمع جورشون کنن که آقا بگن آقا این خلاف در واقع فتوای صریح رهبریه که گفت آقا توهین و مقدسات اهل سنت حرام شرعی است. اینها میگن بعضا در واقع این در واقع تقیه است، در حالی که خودشون بهتر، البته بخواستم میگم بهتر میدونن اما در حالی که میدونم نمیدونن، چون اصلا دروس حوزوی نخوندن. در کتاب‌های اصولی خودتون میاد آقایون بدونید اینو، آبروتون نره جایی. میاد میگه در واقع میگه که لا تجوز التقیه مطلقا. لا تجوز التقیه، میگه لا تجوز، جایز نیست تقیه کردن مطلقا، مطلق، مقید نکرد، مقید به کاری، به امری، به چیزی، به وقتی، به زمانی، به مکانی نکرد. گفت لا تجوز التقیه مطلقا فی بیان معارف الدین، در بیان معارف دین و تعلیم احکام الاسلام و تعلیم احکام اسلام. احکام اسلام چیه؟ حلال و حرام. رهبری به ایران، به مردم ایران یک حلال و حرامی رو در واقع تعلیم کردن. چی؟ توهین مقدسات اهل سنت حرام شرعی است. تمام شد رفت. در یه جای دیگه میگه لا تجوز التقیه علی مفتی فی مسئله الافتاء. این هم یه عبارت دیگه است. با این عبارات پس تقیه نیست. و کسی که بگه آقا به ما میگن که آقا شما بحث علمی رو داری قاطی میکنید، نه بحث علمی رو قاطی نمیکنیم. بحث علمی جاش تو حوزه است نه جای دیگه. بحث علمی داری بفرما تو حوزه. مثلا یه نفر متخصص چشم میاد بحث تخصصی قرنی چشم رو با یک متخصص مثلا با یک فوق دکترا یا مثلا با یک پروفسور متخصص قرنی چشم میاد مثلا تو شبکه تلویزیونی از کلمات و الفاظ پیچیده با استفاده میکنن، بعد به مردم میگن مردم ما میخوایم شما رو آگاه کنیم، این داره دروغ میگه، اون یکی به این میگه این داره این دروغ میگه. خب مردم چه بدونن کدوم یکی چی دارن میگن؟ هستن حرفاشون رو نمیفهمن ذاتن. بعد اینجا یکی این من پاشه بیاد بگه آقا ببین برادر شما برو تو در واقع یک جایی که یک در واقع کمیسیونی جایی، کمیسیون مجلسی جایی، برو اونجا جایی که بشه علمای خودتون، اهل فن خودتون اونجا باشن، دکترا اونجا باشن، پزشکا اونجا باشن، برو اونجا بحث کن.
ما نماینده خودمون از شهر خودمون میفرستیم، شما بشین اونجا صحبت کن. درسته؟ ببینیم اون وقت ببینیم چی میشه. نه اینکه بیای به عوام بگی آقا فلان چیز فلان، معلومه نمیفهمن. بعد استدلالش اینه آقا وقتی ما میگیم میگه به ما میگن شما میگید که مردم نفهمن. آقا کسی که این بحث تخصصی در واقع مثلا قرن چشم نفهمم، یعنی ما میگیم آقا شما نمیفهمید بحث تخصصی قرن چشم، میگم من نمیفهمم بحث تخصصی قرن چشم، میگم یعنی ما آدم نفهمیم؟ نه. یا اینکه به کسی اینو بگیم منظورمون اینه که نفهمه؟ نه، واقعا نمیفهمیم، اون رو متوجه نمیشیم، درکش نمیکنیم، چون نخوندیم، علمشو نداریم، مجهز به سلاح اون علم نیستیم. به خاطر همین باید در جایی که اون افراد مجهز به اون علم هستن این بحثا صورت بگیره، نه اینکه بیایید شما چون بلدم نیستید رفتید چند تا کتاب سخنرانی گوش دادید، چند تا مناظره دیدید، به خاطر اینکه اسم در کنید اومدید در واقع چون حالا یه فرصتی هم پیش اومده آیت الله گفته آقا بیا اینجا من به چند نفر در واقع نوچه اینا لازم دارم، بیایید آقا پیش ما باشید، اومدید جلوش وایسادید دارید حرف میزنید، هیچی هم بارتون نیست. عجیب هستن. یعنی متاسفم برای کسایی که این کارو دارن میکنن. بعد از مدت‌های انقلابی صورت گرفته، یک انقلابی شده، بیایید آقا این انقلابو دریابید، بین شیعه سنی اختلاف نندازید. مگه شما شیرازید؟ مگه شما آقا وطن دوست نیستید؟ مگه شب تا صبح اهل سنت اینن؟ شما همین در واقع کینه‌ای که دارید نسبت به اهل سنت میذارید نسبت به اسرائیل بذارید، اسرائیل تا الان 10 بار در واقع داغون شده بود. شب روز علیه اونها همین حرف می‌زدید، اسرائیل داغون شده بود. منم که داشتم علیه جبهه دیگه داشتم کتاب می‌نوشتم، جلوی منو نمی‌گرفتید بیام 6 ماه وقت بذارم اینجا که آقا 6 ماه بخونم که الان جا بدم بگم آقا انجام بدم انجام ندم، انجام بدم انجام ندم. بس کنید آقا، هر کسی خودش میدونه چی به چیه دیگه، بس کنید دیگه. اگه شما بگی منم میگم اینطوری، ما هم داریم یا ماشاءالله یا ماشاءالله تو کتابتون ریخته، شما میاد تو کتاب خودت ریخته، تو بگو منم میام از این ور، تو قدرت دستته، تلویزیون بهت میگن، فرنگی ارشاد بهت مجوز میده، میری تلویزیون میزنی، ما نمیتونیم میایم اینطوری میگیم، تازه ما شما رو خصوصی هم زنگ میزنیم. تفاوتمون اینه. اما به شما کسی هم کاری نداره، راحت حرفتون رو میزنید، هیچ کی هم باهاتون کاری نداره، حرفی هم نمیزنید، یعنی هیچ کی هم بهتون تو نمیگه، تازه بهتون به این یارو کسی که اومده این شاگرد سوم درجه سوم چهارم این آیت الله بود، به این جایزه جهاد تبیین رهبری حضرت آقا رو دادن. به این در این جهاد تبیین کرد، این به جای در جهاد تبیین اومد مردم ترکون، به این شیعه سنی ترکوندین، جهاد تبیین. بعد تو هفته وحدت به این به عنوان کسی که در وحدت در واقع کوشیده به این جایزه میدین. یعنی بیای به مثلا نتانیاهو بگی آقا دمت گرم تو خیلی به مردم ایران کمک کردی، دمت گرم تو خیلی اون پدرات جد و والد اومدن اینجا در واقع قناتو از ما گرفتن، چاه در واقع افقی زدن از ما گرفتن، عمودی رو به ما یاد دادن، بعد ما زدیم کلا ترکونیم همه آبا رو. بیام برای این تقدیر کنم، بهش تشکر کنم، بگم آقا ممنونم که شما از محیط زیست ایران در واقع حفاظت کردید. اینه به خدا هیچ فرقی نداره، باور کنید. بس سلام نامه تمام. چه دعایی کنم بهتر از آن که خدا پنجره باز اتاقت باشد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم. برحمتك يا ارحم الراحمين. قول ان شاء الله تعالی. دوستان ما رو از دعای خیرتون در واقع دریغ نکنید، ما رو از دعای خیرتون، چه برادر شیعه باشه چه برادر سنی باشه، اگر من تندروی کردم، تندی داشتم، از همتون عذرخواهی میکنم، سرم پایینه، عذرخواهی میکنم مثلا شما اگر تندی داشتم، در واقع یک چیزی گفتم که رنجونده شما رو، من شرمندم، عذرخواهی میکنم، فقط خواستم مطلب خوب ادا بشه، ببخشید. خلاصه بذارید پای کم سنی بنده، دوستتون دارم، بی زحمت نظراتتون رو در پایین برای ما کامنت کنید، خیلی برای من مهمه. میخوام این در واقع جنبش رو یه ذره گسترتر کنم، اساتید رو بیارم داخل
سخت آوردن اساتید. دوستان برادر اهل سنت من، برادر اهل سنت بلوچ، کرد، در واقع ترکمن، بدونید این کار سخته و به حمایت شما مالن جانن در واقع دوان از همه لحاظ به شما نیاز داریم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.